بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سه‌شنبه شب دیگر و برنامه آن روی سکه تا با هم با آن روی سکه مدعیان دروغین تشیع و دین فروشان و مذهب فروشان رافضی آشنا بشیم. کسانی که دین را وسیله‌ای ساختند برای کسب مال و برای شهوترانی. همونطوری که میدونید در این برنامه طبق معمول ما کلیپ های جدیدی رو که در بخش پژوهش و پیگیری شبکه جهانی وصال حق آماده شده خدمت شما عزیزان پخش میکنیم و در لابلای پخش این کلیپ ها تماس های شما عزیزان را میگیریم و صدای گرم شما بزرگواران را میشنویم. اولین کلیپی که دوست دارم در این برنامه خدمت شما عزیزان پخش بشه کلیپ شماره 482 هست. دوستان عزیز در اتاق فرمان کلیپ شماره 482 رو پخش کنن که عنوانش هست شیعه و سنی، اشتراکات و افتراقات. با همین کلیپ رو میبینیم و بعد از پخش این کلیپ انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. شیعه و سنی، اشتراکات و افتراقات. ببینید ما اشتراکاتمون زیاده. اولا نسبت به خداوند، ثانیا نسبت به پیامبر اسلام، ثالثا نسبت به نتایج و کارکردهای پیامبر. بعد بیایید قرآن. بابا قرآن یک قرآن دربسته سربسته‌ای که نه کم میشه و نه زیاد میشه. این مشترک بین ما. چرا کم میگیرید قرآن رو؟ اصلا کم گرفتن این اشتراک این توهین به قرآنه، چون قرآن تنها کتاب آسمانی تحریف نشده‌ای که امروزه به عنوان یک میراث دست بشریت هست و این افتخارش هم برای شیعه هست هم برای سنی. چرا ما این اشتراک رو، این نقطه مشترک رو اینقدر کوچیک میگیریم؟ چرا اینقدر سریع از کنار قرآن میدویم میریم اون طرف در؟ کعبه مشترک نیست؟ یعنی ما یه کعبه دیگه‌ای داریم اونا یه کعبه دیگه‌ای دارن؟ نه، یه کعبه داریم. خب که خیلی روشنه. جناب آخوند، سخنان شما در ظاهرش سخنان خوبی است، اما پرسش ما از شما این است: شما قرآن کریم را کتاب دربسته و سربسته که نه کم می شود و نه زیاد و یک کتاب آسمانی تحریف ناشده می دانید. اما علما و کتابهای شما در گذشته و عصر حاضر در مورد قرآن کریم باوری دیگر دارند. روایات و اخباری مربوط به تحریف قرآن در بسیاری از کتابهای معتبرتان به کرات آمده است. طبرسی در فصل الخطاب بسیاری از این کتابها را برشمرده است. فصل الخطاب صفحه 122 و 123. گرچه برخی از علمای شیعه این کفر و الحاد را رد می کنند، اما با وجود این کتابهایی که این الحاد و زندقه در آن روایت شده است و شیوخی که آشکارا ابراز کرده اند مورد تقدیر و احترام تمام شیعیان هستند. دشمنان اسلام تنها به پوشیدن لباس دروغین تشیع اکتفا نکردند، بلکه برای اثبات این افسانه کتاب‌های مستقلی تحت عنوان تغییر، تحریف و غیره نیز به رشته تحریر درآوردند. یکی از کسانی که در خصوص این الحاد کتاب مستقلی نوشته، شیخ ثقه آنها احمد ابن برقی است. طوسی یکی از کتاب‌های وی را به نام تحریف ذکر کرده است. الفهرست صفحه 45. و شیخ ثقه آنها علی ابن حسن ابن فضال کتابی به نام التنزیل من القرآن و التحریف نوشته است. و محمد ابن عباس ابن علی معروف به ابن حجام صاحب تفسیر معروف شیعیان که او را فردی ثقه و بزرگوار می دانند کتابی به نام قراءة امیر المؤمنین و کتاب دیگر به نام قراءة اهل البیت دارد که در آنها اخبار و روایات زیادی را در مورد تحریف آورده است.
و از علمای معاصر حسین طبرسی رافضی کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب را تألیف کرده است. و در مقدمه کتاب هدف مجوسیش را این گونه بیان می کند: این کتابی است لطیف و سفری است شریف که آن را در اثبات تحریف قرآن و برملا کردن رسوایی‌های ستمکاران و متجاوزان تألیف کرده و فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب نامگذاریش کرده‌ام و در آن حکمت‌های بدیعی که هر چشمی را خنک و شادمان می‌گرداند به ودیعت گذاشته‌ام. از ذاتی که بدکاران امید به رحمتش دارند انتظارم آن است که این کتاب را در روزی که نه مال و نه فرزندان سودی می‌رسانند در حق من نافع گرداند. مراجعه شود به فصل الخطاب صفحه 1. این کتاب در سال 1298 با مجوز رسمی دولت ایران به صورت سنگی چاپ شده است. مؤلف کتاب نیز جایگاه و احترام والایی نزد شیعیان دارد، به گونه‌ای که کتاب دیگرش مستدرک الوسائل را جزو مراجع حدیثی خیش قرار داده درباره آن گفتند: این کتاب اعتباری همانند اعتبار سایر مجامع حدیثی متأخر دارد و پس از مرگ مؤلف وی را در شریفترین بقعه نزد شیعیان یعنی نجف دفن کردند. مراجعه شود به اعلام الشیعه آقا بزرگ تهرانی بخش دوم از جزء اول صفحه 553. حالا سخن این آخوند درست است یا موارد فوق که از کتب معتبر شیعه نقل گردید، یا اینکه این آخوند تقیه می کند؟ در مورد کعبه هم با اهل سنت نقطه مشترکی ندارند. شیعه کربلا و قبر حسین و زیارت آن را صدها هزار مرتبه از کعبه بهتر می دانند. توجه فرمایید به طور نمونه. از ابی عبدالله روایت می کنند که می گوید کسی که در روز عرفه قبر امام حسین را زیارت کند، خداوند برای او 1,000,000 حج با امام زمان، 1,000,000 عمره با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، آزاد کردن 1000 برده و آماده ساختن 1000 مجاهد برای جهاد در راه خدا را می نویسد و خداوند اسم او را بنده صدیق من که به وعده‌ام ایمان دارد می گذارد و ملائکه می گویند فلان کس صدیق است چون خداوند از بالای عرش خود وی را تایید کرده است و همچنین بر روی زمین او را فرشته مقرب درگاه خدا می نامند. مراجعه شود وسائل الشیعه جلد 10 صفحه 360. پس وقتی قرآن کریم را ناقص و تحریف شده گویند و قبر حسین رضی الله عنه را بر کعبه ترجیح دهند، کجاست نقطه مشترک بین شیعه و اهل سنت؟ بیایید سری به کتب معتبر شیعه بزنیم و حقیقت اعتقادات شیعه را از زبان استوانه‌های این مذهب باطل بخوانیم. در کتاب الانوار النعمانیه جلد 2 صفحه 278 می‌خوانیم: وحاصله أن لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول أن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. میگوید جمع‌بندی این بحث این است که ما با آنها یعنی مسلمانان نه در خدا و نه در پیامبر و نه در امام هیچ اشتراکی نداریم، زیرا آنها میگویند پروردگارشان کسی است که پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و جانشین او ابوبکر است، ولی ما به این خدا اعتقاد نداریم و به این پیامبر هم اعتقاد نداریم، بلکه میگوییم پروردگاری که جانشین پیامبرش ابوبکر باشد
نه او پروردگار ماست و نه او پیامبر ماست. و در بحار الانوار صفحه 117 آمده است: علي بن ميمون الصائغ عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن قال إن لفلان وفلان في الإسلام نصيبا. سه گروه روز قیامت خداوند به آنها نگاه نمی کند و گناههایشان بخشیده نمی شود و عذابی دردناک برای آنهاست. یکی از آن سه گروه کسانی هستند که بگویند ابوبکر و عمر از اسلام بهره‌ای بردند. و این قول شامل همه اهل سنت می شود که می گویند ابوبکر و عمر بهره‌ای که هیچ خدمات ارزنده‌ای به اسلام و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتند. دوستان، می‌بینید چقدر راحت امت میلیاردی را جهنمی می‌کنند به جرم این که فقط بگویند ابوبکر و عمر مسلمان بودند. و در من لا یحضره الفقیه جلد 5 صفحه 470 می‌خوانیم: وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: فدار ادامه روایت میگوید: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماما برئ من الله وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن الإمام من الله ودينه دين الله، ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال. راوی میگوید: عرض کردم اگر کسی امام و پیشوایی که از شما خاندان است منکر شود حالش چگونه است؟ فرمود: هر کس امام حق را منکر شود او از خداوند بیزاری جسته و همینطور از او و از دین او و او کافر است و از اسلام بازگشته و مرتد شده است، زیرا امام از جانب خداوند است و دین او دین خداست و هر کس از دین خدا براءت جوید پس او کافر است و خونش در چنین حالی مباح باشد. میبینید دوستان، به همین راحتی امامی را منکر بشی کافر و مرتد هستی و ریختن خونت هم جایز است. بعد میگن وهابی ها تکفیری هستند و همه را تکفیر میکنند. شما را به خدا قسم تا حالا کسی دیده اید به همین راحتی کسی رو مرتد بدون خونش رو حلال؟ روایت هم از کتاب معتبر هست و با سند صحیح. دیگه چه بهانه ای دارید؟ آیا این روایت شامل برادران اهل سنت شما هم می شود؟ یا شامل ما وهابی و بکری و عمری و ناصبی ها میشه؟ الان یکی میاد و میگه این مدرک جعلی و شما تفرقه میندازید. با عرض سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. دوستان عزیزمون انشاءالله شماره تلفن برنامه رو زیرنویس خواهند کرد و بعضی از تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم گرفت و در ضمن حدود یک ربع ساعت بعد انشاءالله در مورد قضیه اشرف المدارس، یکی از مدارس دینی در شمال افغانستان، صحبت‌های خواهیم داشت. گرچه در روز جمعه گذشته در برنامه قلب آسیا دوستان مفصل در این مورد صحبت کردن، اما ما می‌خوایم در برنامه آن روی سکه از منظار آن روی سکه این موضوع رو بررسی بکنیم تا با آن روی سکه این موضوع هم بیشتر شما عزیزان آشنا بشید. تا برقراری تماس‌های عزیزان من بعضی از ایمیل‌های شما بزرگواران رو بخونم.
آقا عباس عزیز بزرگوار نوشتن که در برنامه دیشب شما اگر حافظم یاری کند به تمسخر گفتید که در حدیث است که امام جواد وقتی ذلتی را احساس کرده فهمیده که امام شده. برای احادیث دیگری که از کافی در برنامه داشتید به کتاب اصول کافی مراجعه کردم و اتفاقا به این حدیث که به آن اشاره کردید برخوردم که تقدیم میکنم و فکر نمی کنید که در ذکر این حدیث از تقوا و امانت دور افتادید. احساس خضوع و خشوع و ذلت نسبت به خداوند را از حدیث حذف کردید و فقط احساس ذلت را بیان نمودید. آقا عباس عزیز، اولا موضوعی که شما مطرح میکنید حرف ما نیست. ما کلیپی رو شما دیدید، در برنامه این مطلب ذکر نشده. کلیپی رو دیدید از زبان یکی از آخوندا. ما این مطلب رو که روایت میکنه به صدا و تصویر خودش پخش کردیم و در کلیپ جواب دادیم. هیچ کدام از کارشناسان شبکه این موضوع رو مطرح نکردن و اگرم اشتباهی رخ داده از این آقایی بوده که روایت رو ذکر کرده. و من از شما تشکر میکنم. این تصویری که فرستادید، تصویری که از این روایت گرفتید فرستادید، من خیلی جالب بود برام. من الان داشتم نگاه میکردم این تصویر رو. اشتباه در یا بگیم تحریف در ترجمه روایت هست و لفظ عربیش رو دقیق ترجمه نکردن. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف بکنن این تصویر رو نشون بدن. این عکسی است که شما خودتون آقا عباس عزیز فرستادید. این حدیث شماره 5 جلد 2 صفحه 218 روایت پنجم. در اینجا میگه که ماذا ابو جعفر علیه السلام فقیل له و کیف عرفت، یعنی چطور فهمیدی که تو امام هستی؟ قال لانه تداخلنی ذلة لله لم اكن اعرفها. گفت چطور فهمیدی که امام شدی؟ گفت در وجود خود ذلتی رو برای الله احساس کردم که قبل از اون نمیدونستم. این مسئله رو ترجمه کردن که به حضرت عرض شد از کجا دانستید که امام هستید؟ فرمود زیرا فروتنی و خضوع نسبت به خدا در دلم افتاد که برایم سابقه نداشت. در حالی که کلمه خضوع و فروتنی در اینجا نیست و این تحریف در ترجمه این روایت هست. امیدوارم که این مشکل شما عزیز حل شده باشه. تشکر میکنم از دوستان عزیز در اتاق فرمان. این ایمیل آقا عباس عزیز بود که خدمت شما عزیزان خوندم. پیام دیگری هم ایشون فرستادن که من این پیامشون رو هم باز بکنم خدمت شما بزرگواران که در اونجا در مورد موضوع هفته گذشته برنامه حجت بی حجت بحث کردن که جالب است من قسمت‌هایی از نامه ایشون رو بخونم خدمت شما عزیزان. نوشتن بعد از سلام علیک نوشتن که جناب آقای انصاری و استاد عبدالقدوس دهقان سلام و درود بر شما. لازم می‌دانم اظهار تأسف شدید خود را و شکایت خود را از جناب عالی و استاد دهقان اعلام دارم و تأسف خود را از این که برای کوبیدن حریف خود از شیوه‌های بسیار زشت استفاده می‌کنید. باورم نمی‌شد که همان شیوه زشت و کثیفی که آخوندهای دین فروش برای خراب کردن شما از کتاب‌های مورد وثوق اهل تسنن برای کثیف کردن اصحاب و همسران گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استفاده می‌کنند استفاده کنید. خدا می‌داند همانطور که 2 سال پیش از ذکر احادیث در مورد ام المؤمنین عایشه و ذکر بعضی مسائل در مورد ایشان حالم دگرگون شد و اعتراض شدید خود را به شبکه دلالت یا ولایت منعکس کردم. اکنون نیز همان اعتراض را خدمت شما عرض می‌کنم. در لابلای کتب شیعه و سنی موارد زشت و دروغ در مورد اصحاب و همسران و اهل بیت رسول الله وجود دارد. نه شما و نه هیچ استاد و مدعی دین و دیانت برای نشان دادن خرابی حریف خود حق ندارد که این مطالب را آن هم در صفحه گیتی پخش کند. گناه این تهمت اکنون بر عهده شما مجری و استاد علوم اسلامی است و مکاتبه اینجاست که در 2 سال پیش با شبکه ولایت و شبکه محترم کلمه جهت استحضار تقدیم می‌کنم. جناب آقای دهقان خوب بود همون موقع که متأثر شدید دیگر ادامه نمیدادید. کار بسیار زشتی است. در دشمنی با هم این چنین نکنید. این آخوندها اینقدر ضعف دارن که نیازی نیست از این حرب‌ها که بیرون آمدن کلمات از دهان بسیار سخت است استفاده شد. ببینید برادر عزیز و گرامی، من کاملا احساسات شما رو درک میکنم. ما در کل برنامه 2 روایت بیشتر ذکر نکردیم. من فقط جهت اطلاع شما توهین هایی که به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و رضی الله تعالی عنها در کتب شیعه شده تنها به این 2 روایت منحصر نمیشه.
در اینکه اهل سنت هم در کتاباشون مسائلی مثل این چنینی وجود داره. ما بارها گفتیم، بازم تکرار میکنیم که در کتب اهل سنت اگر مطالبی وجود داره که با عقل سلیم، با عزت و کرامت و شرافت پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت و صحابه برمیخوره، ما اون مطالب رو بررسی کردیم. مطالبی که صحیح بوده گفتیم صحیح هست، مطالبی که ضعیف بوده، دروغ بوده، مکذوب بوده، تهمت بوده، اونا رو جدا کردیم. ای کاش برادران و خواهران شیعه هم این کارو بکنن که اگر ما رفتیم مثل آیت الله قزوینی از کتاب لسان المیزان ذهبی مثلا که در اون روایت‌های دروغین راویان دروغگو رو میاره ذکر کردیم، خود شما به حق دارید بگید که بله شما رفتید سراغ یک کتابی که این جایگاه منزلتی نداره در نزد ما. اگر از مجروحین ابن حبان رفتیم ذکر کردیم مثل آیت الله قزوینی، روایات دروغین رو بعد نسبت دادیم به اهل سنت، اگر این کار رو با کتب شیعه کردیم شما حق اعتراض دارید، در حالی که این مسائل در کتب شما وجود داره، کسی ردش نکرده، صحیح و ضعیفش رو مشخص نکردن و این واقعا سوال است برای ما که چرا این کارو نمی‌کنن. خب بیاید حداقل این روایت ها رو حذف بکنید. همون دلیلی که جناب استاد دهقان فرمودن، اگر بیان بگن مثلا این روایت بنابر وجود فلان راوی دروغ هست، خب مجبور هستن بقیه روایت هایی رو که این راوی در اثبات مذهب شیعه کرده اون را هم انکار بکنن. خب یک بام و دو هوا نمیشه. به همین دلیل روایت هایی رو که در اون توهین و اهانت به اهل بیت و به اصحاب و به امهات المؤمنین و به شخص پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره، این روایت ها رو اصلا به سراغش نمیرن و این روایت ها رو نمیان تصفیه بکنن و تصحیح و تضعیف بکنن. من فقط از این صفحه رو خدمت شما نشون میدم تا بدونید که ما 2 روایت رو فقط ذکر کردیم، در حالی که کتاب های شما روایت های خیلی زیادی داره. تنها توهین هایی که به فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها شده، دوستان عزیز فقط یک لحظه این صفحه رو نشون بدن. این صفحه توهین هایی است که من از کتاب های شما دارم، اکثرش خودمون اسکن کردیم از کتابخانه خودمون که داریم اینجا در وصال حق. این صفحات رو خودمون اسکن کردیم و بعضیاش هم دوستان فرستادن برای برنامه. پس این ما فقط 2 مورد رو از میان 10 موردی که من اینجا فولدراش هم خدمتتون نشون دادم ما برای شما عزیزان پخش کردیم که امیدواریم ناراحت از ما نشید. شما اگر شیعه هستید باید کلینی و مجلسی و قومی و حر عاملی و اینا را قبول داشته باشید اگر شیعه هستید. اگر میگید شیعه نیستیم، خب ما با شما حرفی نداریم، ایراد و انتقاد شما را به سر و چشم قبول میکنیم. اگر میگید که ما شیعه هستیم و این کتاب ها رو قبول نداریم، ما به شما میگیم پس دین و مذهبتون از کجا میگیرید؟ همین نمازی که میخونید، خمسی که میدید، صیغه‌ای که میکنید، فرایضی رو که انجام میدید، اعمالی رو که در 24 ساعت شبانه روز در طول زندگیتون از عبادات انجام میدین، همه این عبادات رو از همین کتاب ها گرفتید. اگر این شخص مثلا مجلسی یا کلینی این چنین انسانهای پست و رذلی بودن که به فاطمه زهرا برای اثبات عقیده باطلشون توهین کردن، خب شما برید سراغ مراجعتون، علماتون که چرا اجازه دادن که این مطالب و این مسائل در کتابهاشون نوشته بشه و پخش بشه و چاپ بشه، ترجمه فارسی بشه، در حوزه تدریس بشه. اهل سنت وقتی ما میگیم که ما دینمون، مذهبمون واضح و آشکار هست، شما هر کدومتون در مورد هر یک از مذاهب فقهی اهل سنت، در مورد کتاب‌های معروف اهل سنت اگر بخواین جستجو بکنیم، ما راحت در بازار کتاب‌هامون هست، علوم حدیث تدوین شده است، علما اومدن و این مسائل رو بدون رودرباستی با کسی این مسائل رو بیان کردن. من داستان خیلی جالبی رو بگم. یکی از دوستان خیلی عزیزمون مطلبی رو بیان کرد. میگه در سر کلاس در یکی از دانشگاه‌ها مطلبی رو یکی از اساتید بیان کرد و در جریان صحبتش حدیثی رو روایت کرد که پیامبر صلی الله علیه و فرمودن که خذوا نصف دینکم من هذه الحمیرا، نصف دینتون رو از این حمیرا یا
که لقب ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است بگیرید. علمای اهل سنت اومدن در کتاب‌های تصحیح و تضعیف احادیث با بررسی سند و روایت‌ها این روایت رو گفتن دروغ هست. این روایت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دروغ بسته شده. عده‌ای اومدن از دوستی و محبت زیاد دروغ بستن به پیامبر و مشمول همون روایت قرار گرفتن که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که به من عمدن دروغ ببنده جایگاه خودش رو در آتش جهنم مشخص بکنه. اگر ما بر اساس هوا و هوس طبق روحانیان شما می اومدیم این احادیث رو قبول و رد می کردیم، خب می گفتیم خب این حدیث که به نفع ماست، در مورد فضیلت ام المؤمنین عایشه صدیقه است، پس این حدیث رو قبول می کنیم. اصحابی کالنجوم بأی منهم اقتدیتم اهتدیتم. اصحاب من مانند ستارگان آسمان هستند، به هر کدام از اینا اقتدا کنید راهیاب میشید. آقا ما با افتخار میگیم که این حدیث دروغ هست. علمای ما زحمت کشیدن این حدیث رو بررسی کردن و گفتن این، در حالی که ما اگر این حدیث رو مثلا بگیم صحیح هست یا بر اساس هوا و هوس این حدیث رو قبول بکنیم، خب به نفع ماست. این ادعای ما رو که میگیم که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله مؤمن بودن، متقی بودن، پرهیزگار بودن، هادی بودن، مهدی بودن، اینا رو تقویت میکنه. اما نه، بررسی سندی احادیث در نزد اهل سنت بر اساس هوا و هوس نیست، بر اساس اون قاعده علمی که علمای حدیث گذاشتن میباشه. تشکر میکنم از دوستان عزیز. من یکی دو تماس میگیرم بعد میپردازیم به قضیه اشرف المدارس که قول دادم که در موردش انشاءالله صحبت‌هایی خواهیم داشت. و یک نکته دیگر هم اشاره بکنم، دوستان عزیزی که از مخالفین تماس میگیرن اگر با ادب و با اخلاق با آرامش تمام بدون توهین صحبت نکنن من صداشون رو قطع میکنم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر بزرگوار. هزاران سلام و درود بر شما دعوتگران شبکه توحیدی ضد بدعتگران. سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. برادر بزرگوار، این شخصی که الان ایمیل داده بود میگه شما صحبت میکنی نمیدونم مولوی دیوان چیکار کرده. آیا این زبان عقل شعور ندارم که برن شب روز تو شبکه ولایت بر علیه مقدسات اهل سنت توهین میشه شب روز. حالا نمیتونن اونا برن اونجا زنگ بزنن این صحبت بکنن؟ نه اتفاقا ایشون زنگم زدن و ایمیل هم فرستادن. ایمیلشون هم اینجا هست، ایمیلی که اعتراضی به شبکه ولایت هم فرستادن. ایشون یعنی به نظر من آدم منصفی هستن، الله سبحانه و تعالی ایشونو ثابت قدم بداره. از برادران شیعی هستن که واقعا منصفن، یعنی پیامی خیلی طولانی به شبکه ولایت فرستاده و محکوم کرده توهینای اونا رو. صحبتی داشتم با این رافضیان. بفرمایید. رافضی گر اهل حق را بد بگوید باک نیست، زان که آب پاک اندر کوزه ناپاک نیست. الله اکبر. از حوزه دجالیه قم نوشته نامه ای، غالی از علم پوشیده دروغین جامه ای. رافضی خصم سنت یار و شیطان بدعت پیشه ای، رافضی بدگویی بدزبانی بد اندیشه ای. رافضی بیدانش و مغرور و اوهام و خیال، افتاده در کمند خرافات و شرک و زلال. چون متاع دین حق دزدیدی آخوند خبیث، زین جهت دشمن شدی با اهل قرآن و حدیث. حدیث مصطفی صدق و یقین است، ولی فهم رافضی پست و زشت بین است. در تولد بله الان قرن بوغ نیست، الان قرن بوغ نیست، گرچه آخوند پنچر شده. تولد امام غایب ندارد دلیل پنچر شده. حیا کن دیگر بس از مشت تو وا شده. امام غایبی در کار نیست، او برای همیشه پنهان شده. بار دوم برای فریب ملت دست مناظره شده. از کتاب خود عاجز به کتاب سنی رجوع و مضمون شده. تو که نداری باور به قرآن و سنت رسول، پس بیار دلیل از حضرت علی ای فضول. با تشکر از برادران بزرگوار و جهادگران عزیز. تشکر از شما، الله متعال حفظتون کنه. تشکر برادر عزیز و گرامی، زنده باشید، خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. من سوال این فوتوگرافی بفرمایید. من از کردستان زنگ میزنم. بفرمایید. جماله. بفرمایید آقا جمال. یا رسانه
استان کردستان بیگر. بفرمایید. خودی بود رافضی رفته بود با یک دیوه بیچاره که طبقه داشته بود، رفته بود با اون رافضی امام جمعه بود. بعد رفته بود خونشان همسرشان فهمیده بودن که این حجاجی سخن امام جمعهشان هست، اینجا چیکار میکنی؟ رفتن زدن محمود اومد بود گرچه درو زدن درو باز نکرد، زنگ زده بود با یه رفیقش همکار خودش گفته آقا سیخ نکرد. ببینیم خب قربان محمد بنامتان. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. تشکر. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیزی که تماسشون برقرار میشه من خواهش میکنم صدای تلویزیونشون رو ببندن تا مجبور نشیم تماستون رو قطع بکنیم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید لطفاً صدای گیرنده‌تون رو ببندید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حسن و شیخ انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی. الان نوبت کدوم شیخه میخواید دیوونه کنید؟ انشالله نوبتش میرسه، بیننده برنامه باشید. آقای قزوینی که لکنت زمان پیدا کرده. حالا برای قزوینی هم یک هدیه‌ای داریم امشب انشالله. انشالله. سلامتی شما رو می‌خوایم. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خب من عذر میخوام از دوستانی که پشت خط هستن. قضیه مدرسه رو ما مختصر در مورد صحبت میکنیم، بعد انشالله بقیه کلیپ ها رو هم پخش خواهیم کرد و تماش شما عزیزان رو هم خواهیم گرفت. موضوع از این قراره که در یکی از ولایات افغانستان، یکی از استانهای افغانستان در ولایت قندوز مدرسه وجود داره به نام اشرف المدارس که مجموعه این مدارس حدود 6000 طلبه دختر در اینجا مشغول طلب علم شرعی هستند. در افغانستان همه میدونن، ملت شریف افغانستان آگاه هستن که این ملت برای دینشون، برای مذهبشون، برای عقیدهشون، برای حجابشون، برای دفاع از ناموسشون در زمان حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان بیش از 1.5 میلیون شهید دادن، 10,000 معلول، میلیون ها آواره. همه اینا فقط به خاطر این بود که از ناموس و شرف خودشون دفاع کنن، از دینشون دفاع کنن. اگر به دنبال دنیا بودن، اگر به دنبال تمدن بودن، اگر به دنبال ساختن پل‌ها و خیابان‌ها و ساختمان‌ها بودن، خب این کارو روسا براشون میکرد، خیلی هم از آمریکایی‌ها بهترین کار رو انجام میدادن. اما این ملت برای دینشون و برای شرفشون و برای ناموسشون حاضر شدن که از همه چیز خودشون بگذرن. در طول جهاد اول ملت مجاهد شریف افغانستان شاهد هستند که روافض در افغانستان، البته منظور اون شیعیان عزیزی که در کنار برادران اهل سنتشون مشغول جهاد و مبارزه بودن و برادروار با هم زندگی کردن، طرف ما اونا نیستن. اون احزاب رافضی که از ایران دستور میگرفتن، از ولایت صفی دستور میگرفتن، منظور اونا هستن که در طول جهاد اول غیر از راهگیری، دزدیدن سلاح‌های مجاهدین، حمله به مراکز مجاهدین اهل سنت و در هنگام درگیری اونها با روس‌ها فقط از پشت به اینا حمله بکنن و مجموعه قطاع طریق بودن. وقتی که اسلحه وارد افغانستان می‌کردن مجاهدین از راه‌های طبعاً کوهستانی و از مناطق صعب العبور، اینا سر راه رو می‌گرفتن و در مقابل مقداری سلاح اجازه میدادن که اینا از مناطقشون عبور بکنن. اینو مجاهدینی که در مناطق هزارجات و در این مناطق عبور کردن همه به یاد دارن و ملت ما این خاطره ها رو فراموش نخواهد کرد. اما جالب است که همدستی روافض در طول تاریخ با کفار، بارها ما اینو گفتیم، حتی یک نمود در تاریخ شما سراغ ندارید که روافض اومده باشند در یکی از معارک اسلامی، در جهاد، در
صحنه‌های مختلف اجتماعی در کنار اهل سنت قرار گرفته باشن، از اونها دفاع کرده باشن. هر موقع که اهل سنت از طرف دشمنی مورد حمله قرار گرفتن، اینا رفتن در کنار دشمن ایستادن و از طریق دشمن به قدرت رسیدن، از طریق دشمن به نان و نوایی رسیدن. امروز تعداد وزرایی که از اینا می‌بینید در کابینه دولت افغانستان، تعداد نمایندگانی که از اینا می‌بینید در پارلمان، قدرتی که اینا دارن در افغانستان که متاسفانه بسیاری از علما، بسیاری از سیاستمداران، بسیاری از افراد ذی‌نفوذ در افغانستان غافل هستند از این قدرت روزافزون اینا در رخنه کردن اینا در ادارات دولتی، در مراکز حساس حکومتی، که یک روزی خدای نخواسته همون خاطرات صفویت که در عراق تکرار شد، در لبنان، در یرموک، در سوریه، همون رو دوباره تکرار خواهد شد در افغانستان. همون خاطرات حمله صفوی‌ها به هرات، همون کاری که با علمای هرات کردن، همون خاطرات تلخ دوباره تکرار شد که اگر ما از خواب بیدار نشویم. در قضیه افغانستان و در قضیه مبارزه با مدارس دینی، مبارزه با علما، مبارزه با افکار اسلامی در افغانستان، همیشه روافض در کنار دشمنان افغانستان، دشمنان ملت افغانستان و دشمنان اسلام قرار گرفتن. چند روز قبل مقاله‌ای در سایت BBC، سایت معلوم الحالی هست، مرکز معلوم الحالی است که در بریتانیا وجود داره. هدفش فقط ضربه زدن به اسلام، به مسلمان ها، بدنام کردن اسلام و مسلمان ها، چه از طریق برنامه‌های تلویزیونیشون، چه از طریق سایتشون یا رادیوشون، که متاسفانه به دلیل عدم وجود مصادر موثق خبری امروز بیشترین شنونده و بیننده رو تلویزیون ها و رادیوهای متاسفانه صدای آمریکا و BBC و همین سایت های تفرقه افکنی هست که از صلیبیت جهانی، از مؤسسات تبشیری یهود و نصارا اینا تغذیه میکنن و تقویت میشن و حمایت میشن. دوستان عزیز، صفحه سایت رو اگر نشون بدید، این صفحه سایت بنگاه دروغ پراکنی BBC هست که دختران سیاه‌پوش با افکار تندروانه در شمال افغانستان، که یکی از نوکران غرب به نام ملیار صادقزاده این رو نوشته. این خبر در سایت BBC نشر شد که ترویج اندیشه‌های تندروانه اسلامی در یک مدرسه دینی دخترانه در شمال افغانستان نگرانی‌هایی را در مورد گسترش بنیادگرایی در میان زنان جوان افغانستان ایجاد کرده. البته منظورشون از نگرانی در بین ملت شریف و متدین افغانستان نیست. باداران صادقزاده و BBC و اینا رو نگران کرده در غرب که ما بعد از 12-13 سال این همه کشته دادیم، میلیاردها دلار خرج کردیم به خاطر اینکه چادر و حجاب زن افغانی رو از سرش برداریم، به خاطر اینکه جوانان افغانی رو ما بیدین بکنیم. اما دیدن که اینا چیز دیگه میخوان. الله سبحانه و تعالی چیز دیگری خواست. الله سبحانه و تعالی خواست که در زیر سایه حکومت اونا، در زیر سایه تانک ها و توپ ها و هواپیماهای اونا، ملت افغانستان نه تنها دین زده نشدن، از دین بیزار نشدن، بلکه ملتزمتر شدن، دیندارتر شدن. همون زنهایی رو که اینا آرزو داشتن که انشاءالله این آرزوی خودشون رو به گور ببرن، که یک روزی زنهای افغانی رو بی حجاب در خیابانها ببینن، دیدن که نه، همون زن افغانی بلکه با حجاب تر شد و تا پای مرگ حاضر است که از دینش، از حجابش، از عقیدهش دفاع بکنه. حالا اومدن روش دیگری رو شروع کردن با همکاری روافض، با همکاری شیعیان خودفروشی که هم خودشون رو به ایران فروختن، هم خودشون رو به آمریکا فروختن، هم به انگلیس فروختن. با یک تنسیق عجیب، هماهنگی عجیب بین سایت BBC و بین شبکه‌های رافضی، یک حمله منظم بر علیه این مدرسه آغاز شده که از طرف بعضی از افرادی که به نام دفاع از حقوق زن، بعضی از افرادی که به نام دفاع از حقوق بشر در افغانستان هستند و بیشترشون از روافض هستند، اینا اومدن یک حمله گسترده رو علیه این مدارس شروع کردن، خاصتا مدرسه اشرف المدارس که این رو از سایت BBC شروع کرد و بعداً شبکه‌های رافضی هم دامن زدن به این قضیه. این صفحه سایت BBC هست و در این مورد عکس‌هایی هم گذاشتن در این قسمت از سایت
و اظهار نگرانی کردند که این دخترانی که در این مدرسه درس میخوانند اولا که پوشششون در افغانستان بی پیشینه، سابقه‌ای نداشته در افغانستان، که انگار قبل از اینکه اشرف المدارس بیاد خدای نکرده زنان افغانستان بی حجاب بودن، بی حیا بودن. امروز این مدرسه اومده که اینا رو با حجاب و با حیا بکنه، اینطوری وانمود کردن. اینم تصاویری است که در این سایت صلیبی، در این سایت کفار و نوکران افغانی و ایرانیشون که در این سایت فعالیت میکنن پخش شده. اینا از این تصاویر میترسن، اینا از چادر سیاه زن افغانی چنان وحشت دارن که از بمب اتم ندارن. دوستان از این تصویر رو نشون بدن. این صفهای زنان محجبه و دختران با حجابی که از این مدرسه خارج میشه برای اینا خطرناکتر از لشکرهای تمام کشورهای اسلامی است، خطرناکتر از بمب اتم پاکستان، خطرناکتر از توپ و تانک و هواپیمای همه کشورهای سازمان همکاری اسلامی هست. همین چادر یکی از این خواهران. همزمان با پخش این مطالب در سایت BBC ما شاهد بودیم که در شبکه تفرقه افکن ولایت، شبکه ضد اسلامی ولایت هم نوکران همون یهود و نصارا، هم با عبا و قبای اسلامی در پشت نقاب اهل بیت شروع کردن به نشخوار کردن همون افتراحات و دروغ‌هایی که در سایت BBC اومده بود، بلکه بیشتر از اون. با هم دوستان عزیز اگر کلیپ رو شما بتونید از اتاق فرمان پخش بکنید، کلیپ شماره 3 رو از شبکه ضلالت و گمراهی، با همین کلیپ رو صدا و تصویرش رو بشنویم و انشالله در ادامه بحث رو صحبت خواهیم کرد. عرض کردم در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم. استاد ابوالقاسمی چه آماده فرمودید برای امشب از آنچه که باید بینندگان عزیز در جریانش قرار بگیرن؟ بله، اتفاقاتی که در هفته قبل مطالب مهمی بود و اخباری که از اخبار عالم اسلامی و وهابیون مناسب است بدانیم. یکی آشنایی با یک سری مدارس است. خب مدارس قرآنی پاکستان معروف بود، مدارس قرآنی پاکستان و افغانستان، که پسرها رو برای عملیات‌های تروریستی آماده می‌کردند. اما جدیداً مدرسه است به نام مدرسه اشرف المدارس، دختران رو هم 500 دختر دانش آموز رو در اونجا مشغول به تحصیل دارن و خبرش پخش شد که این دختران تمام مردم دنیا غیر از خودشون رو کافر می‌دونند. یعنی شروع کردن به مدارسی که در این مدارس تفکرات وهابی گرایانه که غیر از ما هیچ کس مسلمان نیست رو به دختران خردسال آموزش میدن تا بعد از مدتی بتوانند از اینها به عنوان نیروهای انتحاری استفاده کنند. یعنی یواش یواش دارن یک مقدار اسلوب خودشون رو تغییر میدن. بله، اینم نوکر BBC، البته در لباس آخوند، که کاسه داختر از آشن. اینا سایت BBC مطالبی رو که این گفته بود به این اندازه به اصطلاح غلو نکرده بود که اینا کردن. خب یک نکته رو من جالب اینجا اشاره بکنم به کوری چشم این آخوند و سایت BBC و بقیه دشمنان اسلام. تعداد دخترانی که در مدارس اشرف المدارس درس میخونن 500 تا نیست، 6000 هست. و اینکه تمام مردم دنیا رو کافر میدونن غیر از خودشون، دروغی بیش نیست که بهانه‌ای ساختن برای بستن این مدرسه. امروز میدونید در افغانستان نوکران غرب تا بخوان یکی از مسلمان‌ها رو بکشن یا ببرن زندان، خیلی راحت آقا این القاعده است، این طالبان هست، اینا تروریست هستن. این یک مهری است که آماده دارن به پیشانی طرف میزنن و یا دعوتگری رو که بخوان بهش ضربه بزنن میگن آقا این وهابی است. این حربه قدیمی است که در حکومت‌های دست نشانده و ظلم و استبداد رایج بوده. در ضمن در برنامه قلب آسیا دوستانمون ویژه برنامه اختصاص داده بودن که این برنامه قلب آسیا روزهای جمعه ساعت 7:30 به وقت مکه مکرمه پخش میشه. در این برنامه
دوستان عزیزمون مطالب مهمی در مورد این مدارس صحبت کردن، جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری، استاد محمد نواز صیقل و استاد امام الدین رحیمی و با بعضی از مسئولین امنیتی در ولایت قندوز در افغانستان مصاحبه هایی هم داشتن که من قسمت هایی از این رو برای دوستانی که نتونستن اون برنامه رو ببینن پخش میکنم. دوستان عزیز کلیپ شماره 1 رو و کلیپ شماره 2 رو پخش بکنن پشت سر هم. کلیپ شماره 1 یکی از افسران پلیس ولایت قندوز هست که وظیفش معاون محافظت نظم عامه شمال شرق افغانستان هست و کلیپ دوم نظیر احمد توریاله مدیر اداره ضد تروریسم فرماندهی امنیت ولایت قندوز هست که این دو شخصیت در این برنامه مشارکت داشتن و همه این اتهاماتی رو که به این دو مدرسه از طرف دشمنان اسلام و دشمنان ملت افغانستان زده شده رد کردن. اگر این افراد که در نیروهای امنیتی هستن و با کوچکترین موردی که چه از نظر فکری چه از نظر نظامی بخواد بر علیه آمریکایی‌ها یا بر علیه حکومت افغانستان حرکتی صورت بگیره اینا مبارزه میکنن، وقتی اینا میان این اتهامات رو رد میکنن دیگه خودتون بدونید که قضیه از چه قرار. جالب است که خود همین مسئولین امنیتی خواهرانشون دخترانشون در همین مدارس در همین اشرف المدارس درس میخونن. نکته خیلی جالب رو بهتون بگم که خواهران ما که در این مدارس درس میخونن تنها طلبه دینی در این مدرسه نیستن، بعضی از اینها حتی در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند در رشته های علوم عصری. بعضی از خواهرانی که در این مدارس مشغول حفظ قرآن و تحصیل علوم اسلامی هستند در مدارس دولتی افغانستان مشغول تحصیل علوم عصری هستند. یعنی این مدرسه فقط منحصر نیست به کسایی که بیان در اینجا وارد بشن و علوم اسلامی بخوانن و از اینجا خارج نشن. دوستان عزیز کلیپ شماره 1 و 2 رو پشت سر هم پخش بکنن و بعد از اون انشالله 2 نفر از خواهران گرامی که از طلبه های این مدرسه هستن با اونا صحبت هایی خواهیم داشت در مورد اتهاماتی که دشمنان اسلام به طلبه های این مدرسه و به این مدارس وارد کردن. با همین 2 کلیپ رو میبینیم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جناب سمونمل عبدالرؤوف عزیزی معاون محافظت نظم عامه زون شمال شرق هستید که اکنون شاید در قندوز باشید. بله؟ بله درست است. در قندوز هستید. در قندوز مدرسه به نام اشرف المدارس خدمات دینی و تعلیمی برای بخش ذکور و اناث ارائه میکنند و در یک سلسله رسانه های داخلی و خارجی یک تعداد توطئه ها و اتهامات بر علیه این مدرسه و این مرکز دینی برای انداخته شده بود. ما میخوایم نظر شما را در مورد این مدرسه و اتهاماتی که بر علیه این مدرسه و خواهران و برادرانی که در این مدرسه هستند وارد شده نظر شما را میخوایم بدانیم. در رابطه این موضوع میخوایم که بعض رسانم آن چیزی که کسایی که در رابطه این مدرسه اضافه کردن گفتن شاید غلط فهمی صورت گرفته باشه و از طرف دیگه ای که چون این مدارس از ایجادش به این طرف در شهر قندوز منفعت اجتماع و جامعه‌ای داشته و ضرر از این مدرسه ما سراغ نداریم. یک دوم در رابطه تربیه فامیلا و در رابطه تربیه جوانان و نوجوانان در عرصه دین و دینداری کاملا مفید انجام شده. این دور از واقعیت است که هر آنچه که دیگران گفتن شاید نظر شخصی خودی آنها بوده باشه و ما به این ارتباط ما مخالف نظر گفتار کسایی هستیم که از این تدریس یا از این تربیه اسلامی چیزی اضافه گویی کرده باشند. درست. و چیزهای اتهامات و توطئه هایی که وارد شده بر علیه این مدرسه یا امثال این بر علیه مراکز و اشخاص و علما وارد می شود، به نظر شما این امنیت منطقه را برهم نمیزنه؟ در قدم اول من اضافه میکنم که شاید هر کسی که این مسئله را به ترتیبش گفته باشه این شاید سوا کرده باشه. به خاطر از یک طرف در نظام شهر قندوز و گفت پیشتر عرض کردم برای که در ارتباط ترتیب و تنظیم
شرایط اسلامی و دینداری در جامعه و در محیط یک تاثیر به سزای خود دارد و هر آنچه که هر شخصی که میگه فکر شخصی از او است و ما به ارتباط اتهاماتی که در ارتباط مدرسه صورت گرفته کاملا رد میکنیم و گفت نادرست است. گفتیم که شما به حیث یک جهتی که علیه تروریسم و ضد تروریسم فعالیت دارین و از طریق 60-70 رسانه هم اتهامات علیه این مدرسه و شاگردای این مدرسه به خصوص طبقه اوناس مطرح شده که گویا این مدرسه تروریسم تربیه میکنه، به حیث تربیتگاه تروریسم فعالیت میکنه و به خصوص طبقه اوناس به حیث تروریسم به جامعه افغانستان و حتی خارج از افغانستان دیگه تربیه میکنه. شما در این باره چی گفتنی دارین؟ آیا کدام فعالیت تروریستی از سوی شاگردان این مدرسه شما دیدین؟ برادر ما خب با خود شخص مفتی صاحب شناختم دارم، خودم مدیر ضد تروریسم هستم. دیگه ما تا بالی کدام اسناد مدارک کدام شواهدی از این آیه ما به دست نآوردیم. اصلا گپای دور بنیاد است. این حکومت اسلامی است. دخترای ما و بچهای ما میره مدرسه هست، تدریس دینی میکنن، آموزش دینی میکنن. دیگه این توطئه و این گپا اصلا درست نیست، یا گپ ساده نیست. هر کس از هر جای از هر گوشه فتوا و گپ بزنه. دیگه این گپ بیشی بی بنیاد است. ما شخصا به صفت مدیر ضد تروریسم این ولایت کدام مدارک کدام اسناد در این مورد ما به دست ندارم. دیگه ما هر کسی که این گپا را میزنه دیگه کدام اسناد مدارک شواهد در اختیار ما قرار بدیم ما بخوایم گپ چی است. در غیر از این گپی است که گپ بسیار بی بنیاد است، درست نیست. در یک کشور اسلامی، در یک حکومت اسلامی دیگه مدرسه اصلا حکومت نام بچران است، حکومت بدنام میسازن. اینمی که بعضی مردم توطئه میکنن، دیگه میکنن. زمانی که اگر شما از کسی دیگه پشیده باشید امو آدم به ما معرفی بکنید که پیش ما بیا، ما مدیریت ضد تروریسم با چی مناسب وقتی از دان ما اینکه عذاب باشه ما چطور پیش دیگه جای بگردیم. خب پیش ما بیاید ما اقدام بکنیم. با کدام اساس با کدام چیز این توطئه و این دفعه اینا دامن میزنن؟ تشکر جناب سمونیال نظیر احمد توریالی، مدیر ضد تروریسم قماندانی امنیه ولایت قندوز در افغانستان که عملا با صدا و با آواز و با شفافیت تمام این اتهام هایی را که یک سلسله گفتیم از رسانه های داخلی و خارجی افغانستان، به خصوص یک رسانه مشهور و معروف است که میتونه هر کس به اون مراجعه کنه ببینه که اینا چه نوشتن. این اتهام های از اینا را که گویایی که این مدرسه به اصطلاح تروریسم تربیه میکنه دیگه باطل و غیر حقیقی اعلان کردن. بله تشکر میکنیم. تشکر جناب سمونیال صاحب. بفرمایید. بخیر سلامت باشید صاحب. اصلا گپا درست نیست، اصلا گپا درست نیست. اینمی علمای ما، اینمی دانشمندای ما، اینمی ملاهای ما از اینمی گپ حساسیت میکنن. این گپ درست نیست. حکومت اسلامی است. مدرسه دینی باید داشته باشین. خواهرای ما، برادرای ما باید درس بخونن، تدریس میکنن. دیگه این اصلا ادب بی بنیاد، ادب بی اساس. اصلا حکومت نامبستران از هر کسی یه پس من گپ شرط میکنم. شخصا خودم به صفت مدیر تروریسم در این ولایت. بله بینندگان عزیز و گرامی، این بود دو کلیپی که از برنامه قلب آسیا از روز جمعه گذشته ما خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم. محترم خانم شیرزاد خواهر گرامی ما از طلبه های اشرف المدارس پشت خط هستند. خواهر گرامی السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خوش آمدید به برنامه آن روی سکه خواهر گرامی. در این برنامه ما سعی می‌کنیم آن روی بعضی از حقایقی رو که از مردم پنهان هست بیان بکنیم. این تحالف عجیبی هست بین روافض و بین دشمنان اسلام و بین سیکولارها دائما برای ضربه زدن به اسلام و مسلمانها و بدنام کردن مسلمانان، خاصتا مدارس دینی. خواهر گرامی، آیا واقعا آنطوری که ادعا شده در سایت BBC و ای آخوند معلوم الحال هم این رو بیان کرد، آیا واقعا خواهرانی که در این مدارس مشغول طلب علم هستند
بقیه مسلمان ها رو تکفیر میکنن و غیر از خودشون کسی دیگر رو مسلمان نمیدانن؟ نه خیلی بالکل یک اتهام است و بر بالای بخصوصا اشرف المدارس طبقه اوناسش اینطوری چیزی در 5 سال 6 سالی که ما درس میخوانه صورت نگرفته و این خو اصلا از کسی پنهان نیست از این مسلمانه که دشمن همیشه در کمین است و انتظاری از این داره که چی وقت سر مسلمان وار بکنه. ای که اشرف المدارس بناتش بغیر از خودشان دیگر مردم تکفیر میکنه، این بالکل یک گپ نادرست و غلط است. تاکنون ما هیچ وقت نشنیده بودیم. این خصوصین بار بود که از طرف از اعتراض وارد شد که یا تکفیر میکنه هم بدون اسناد و ثبوت و ما شاگردای متعدد مختلفی داریم در درجه های مختلفی. از هیچ کسی نشنیدیم مسائل که کسی وارد تکفیر بکنن در مسائل یا با کسی یا با خشونت رفتار بکنن. اما این یک توطئه‌ای است که از جانب دشمن میشه، چون آرزوهای رو به آب شده از بین رفته و خاطر دیگر راهی نداره به جز اینی که هر نوع اتهاماتی که ازشان ده در بالای اسلام و اهل دین وارد میکنن. درست. تشکر خواهر گرامی. موضوع دیگری که در این خبر بهش پرداختن قضیه پوشش است. ادعا شده که این پوشش بی سابقه است، خاصتا در مورد رنگ این پوشش که همون رنگ سیاه هست، حجاب شرعی اسلامی معروف که از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رایج بوده در بین مسلمان ها. نظر شما در این مورد چی است؟ مورد حجاب زیاد بحث شده. حجاب یک مسئله از زمان رسول صلی الله علیه و سلم بوده که در مدینه منوره فرض شده و الله سبحانه و تعالی در سوره نور می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. این مسئله است که حفاظت عورت هر زن و مرد میکنه حجاب، باز بخصوصا پوشانیدن اعضای زن یک چیز مخصوصی است که در اسلام و در صدر اسلام وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت کرد، این آیه های قرآنی در سوره نور و سوره احزاب نازل شد و در اینجا مطلق حجاب ذکر شدگی است. اعتراضاتی که چرا این رقم حجاب در مدارس انتخاب شده برای بنات یا بپوشند، مثلا مسئله پوشانیدن اعضای وجود زن است و خصوصا زنهای فیلی. افغانستان یک کشوری است که تقریبا چند قرن مسلمان زیست میکنند و هر زنی از با نامهای مختلف حجاب داشتند که چادری میگن، از هر رقم میگن، ما بدون حجاب نبوده و این حجاب به خاطر ازی است که از طرف اسلام برای زنای مؤمنین فرض شده و این رنگ خاص رنگی است که در هر کشور اسلامی میشه رنگ سیاه به شکل تقن به شکل همین رقم حجاب های متعددی است در کشورهای عربی از غیر از هر کشور اسلامی پوشیده میشه و این نخستین بار نیست که سر حجاب اسلام تعرض قرار میگیره. تعرض این در هر زمان و هر قرن شده، به نامهای مختلف شده و اگر امروز از طرف جامعه مدنی میشه و قبلها بود از اما به نامهای حقوقی این و آن میشه سر ایجاب زنهای مسلمان اعتراض گرفته میشد که چرا یا ایجاب میکنن، در حالی که همین جامعه مدنی و همین حقوق زن بسیار چیزهای را میبینه در جامعه، مثل اخلاقهای جوانان را فاسد میکنه مثل ستاره افغان و غیره، اما سر از اعتراضات هیچ گرفته نمیشه که درباره اخلاق آینده نسل جوان مسلمان فکر بکنن، بلکه همیشه در پی هستن چه رقم دین بدنام بکنن و چه رقم حجاب اسلامی را از سر زنان برطرف کرده و زنان از خانه‌های خودشان به حجاب کرده بکشه. این خب اولین مرحله کاری ازیا نیست بلکه قرنها کاری ازیا شدگی است که به نامهای متعددی که قبلا هم براتون گفتم درباره حجاب زنها کار میکنن و توطئه میکنن که حجاب فلان فلان است، حجاب بسمدان است. اما حجاب اسلامی همون حجابی است که اعضای وجودی یک زن اون حفاظت بکنن. درست. تشکر میکنم. تشکر بسیار زیاد از محترم خانم شیرزاد، خواهر گرامی ما از طلبه های اشرف المدارس از ولایت قندوز با ما همراه بودن و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این توطئه دشمنان اسلام و روافض و صلیبی های جنایتکار و همکارانشان در داخل افغانستان را حسرت در دل اینا بماند و آرزوی بستن این مدرسه را انشاءالله به گور خواهند برد. تشکر فراوان از شما خواهر گرامی. خب دوستان عزیز و گرامی، همونطوری که خواهر عزیزمون فرمودن قضیه دین هست، مذهب هست، هدف اشرف المدارس نیست، هدف از بین بردن اسلام در افغانستان هست. اینا میلیون ها خرج کردن، سلاح ها آوردن، افراد آوردن از سراسر دنیا تا دین و
به اصطلاح حب محبت الله و رسول رو و دین مقدس اسلام را از دل این مردم بگیرن، اما الله سبحانه و تعالی چیز دیگری خواست و با وجود همه این مصارفی که اینا کردن، الحمدلله الله سبحانه و تعالی روز به روز میبینیم که توجه و اهتمام به دین بیشتر میشه. اما یک نکته رو من در اینجا لازم است که یادآوری بکنن. کجا هستن اون مجاهدین قندوز، تخار، هرات، کابل، بلخ، جنوب افغانستان که به خاطر دینشون، به خاطر حیثیتشون، به خاطر مداخله روس‌های جنایتکار در افغانستان خون دادن؟ کجا هستن اون برادران ما که حاضر شدن همه چیز خود بگذارن، از جوانی خود سالهای عمر خود را در سنگرها، در کوهها سپری کردن؟ به خاطر چی؟ آیا به خاطری که امروز 4 نوکر آمریکایی بیاد در افغانستان و بر علیه دختران ما، بر علیه خواهران ما، مادران ما مقاله بنویسند در سایت BBC؟ آیا به خاطر همین که 4 زن معلوم حال در سازمان‌های به اصطلاح حقوق مدنی، حقوق بشر، اینا بیان و بر علیه مدارس دینی ما صحبت بکنن؟ مگر علمای ما، مگر مدارس دینی ما این خواهران را به زور آوردن که شما بیاید اینجا تعلیم دین بکنید، بیاید قرآن حفظ بکنید؟ آیا به زور رفتن از مدیر ضد تروریسم زون شمال شرق افغانستان خواستن که شما باید دختران و خواهرانتون رو بفرستید که در این مدارس درس بخوانن؟ آیا مسئولینی که در ولایت قندوز هستند کسی اینا رو مجبور کرده که باید زنها و دختران و خواهران خودشون رو بفرستن برای درس خواندن در این مدارس؟ برادر مجاهد، کسی که دیروز روزهای جنایتکار رو در افغانستان به خاک و خون کشیدی، ابر قدرت دنیا رو سرنگون کردی، اتحاد جماهیر شوروی رو به ده‌هاتی که تقسیم کردی، کجاست غیرت تو؟ کجاست اون غیرت و مردانگی که دیروز پشت دشمنان اسلام را به لرزه در آورده بود؟ در هر گوشه دنیا دشمنان اسلام اسم مجاهد افغانی رو میشنیدن، میترسیدن. امروز به این اندازه تو ناتوان شدی که در سایت BBC بیان بر علیه مدارسی که در اون خواهر و مادر و همسر تو، دختر تو درس میخوانه صحبت بکنن؟ به این اندازه ناتوان شدی که یک جوان کوچه و بازاری در سایت BBC بیاد مقاله بنویسه در مورد مدارسی که در او نوامیس شما درس میخوانه؟ یک ناتوان شدی که یک آخوند بی سر و بی پای صیغه‌ای از قم در شبکه ولایت بیاد در مورد اشرف المدارس صحبت بکنه؟ کجاست محسنی؟ کجاست محقق؟ کجاست کابلی؟ تا دیروز ادعا میکردن که اینا افغانی هستن، به افغانیتشون افتخار میکنن، تمامیت ارضیشون افتخار میکنن، از اهل افغانستان هستن. اگر واقعا افغانی هستید، جلوی این انسانهایی رو که بر علیه خواهران شما صحبت میکنن، اگر شما اونا رو خواهرانتون بدونید. من میدونم که امثال محسنی و محقق کابلی رو در پی فرصت هستن که چگونه به این ملت ضربه بزنن، چگونه به اهل سنت ضربه بزنن. این هدف اشرف المدارس نیست. اگر امروز موفق شدن که این مدرسه رو در قندوز ببندن، فردا به سراغ بقیه مدارس خواهند رفت. فردا همان کسانی که امروز در مقابل اشرف المدارس ساکت بودند، فردا شما را مجبور خواهند کرد که حجاب از سر خواهران و همسران و مادرانتان هم بردارید. فقط میخوان نبض شما رو ببینن، میخوان غیرت شما رو بسنجن که آیا واقعا این غیرت و همت و شهامت رو دارید که در مقابل این توطئه دشمنان اسلام مقاومت بکنید یا نه. ما سابقه داره این مسائل در شهر هرات. مردم مجاهد و قهرمان هرات در مقابل مدارس رافضی مانند مدرسه توحید چگونه پایمردی نشان دادن تا که این مدرسه رافضه را در افغانستان بستند به خاطر توهین به صحابه و امهات المؤمنین. مراکز مشبوهی رو که در این ولایت فعالیت می‌کردند، با ایستادگی، با مجاهدت، با قربانی دادن جلو فعالیت‌های اونا رو گرفتن. امیدواریم که همین غیرت و شهامت رو که حتما دارند منتها این آگاه باشید که این یک دسیسه است، یک توطئه‌ای است که از طرف آمریکا، حرکت جهانی صلیبی و تبشیری و نوکران دست نشانده آنها مانند آقایی که این مقاله رو نوشته در سایت BBC و روافض.
اینا غرب با کمک همدستانش در داخل میخوان ما را از مدارس و از علما جدا بکنن، منطقه رو خالی بکنن برای فعالیت‌های دانشگاه خاتم الانبیاء محسنی و مدارسی که محقق و کابلی و غیر مراجع رافضی افغانستان فعلا دارن انجام میدن و فعالیت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی که تأسیس کردن. بله، دوستان اشاره میکنن که محترم خانم حمیدی عابد از طلاب مدرسه اشرف المدارس پشت خط هستند. خواهر گرامی سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. خواهر گرامی صحبت ها رو شنیدید و ما کلیپ هایی هم پخش کردیم. من دوست دارم از شما بشنوم در مورد اهمیت تحصیل مسائل دینی در بین خواهران افغان. آیا این یک چیز جدیدی است که امروز اشرف المدارس آورده یا که نه زنان افغان قبل از اشرف المدارس و قبل از آمدن این مؤسساتی که هستن فعلا در افغانستان هم اهتمام داشتن به تحصیل علوم شرعی؟ قبل از همه خدمت قانون بزرگوار و همانندگان و شنوندگان تلویزیون جهانی صالح حق و کارکنان زحمتکش آن سلام و عرض ادب دارم. علیکم السلام. در خزان دوم آیان شاگردان جامعه اشرف المدارس خوشحال هستیم که این یک فرصت برای مایان مهیا نموده که حرفهای ما به گوش مسلمین برسانیم. در رابطه با مسئله سؤال نموده که اهمیت تحصیل دینی بانوان بود. بله. در این رابطه خداوند متعال می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بگو ای پیامبر آیا برابر است آنان که می‌دانند و آنان که نمی‌دانند؟ یک استفهام تقریبی است. یعنی برابر نیستند آنانی که می‌دانند و آنانی که نمی‌دانند. و در جای دیگر الله رب العزت تشبیه عالم و با حی یعنی زنده و تشبیه عوام و امیدی را با میت تشبیه دارد. یعنی عالم و کسانی که می‌دانند مرتبه با مثل زنده و کسانی که نمی‌دانند با مثل مرده هستند. و در جای دیگر الله رب العزت می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و شما سؤال بکنید از اهلی که می‌دانند اگر بدید شما در مسئله که نمی‌دانید. عالم و کسانی که می‌دانند آنها را معرفی کرده و کسانی که نمی‌دانند یعنی اینها رحمه شما هستند که شما را باید آگاه بسازد و در مسائل که شما آگاه نیستید در آن رابطه با شما معلومات حاصل نماید. بله. تحصیل علوم دینی باید فراگیری قرآن و حدیث از اهمیت بسیار برخوردار است. برای بسیاری مسلمان تا که بتواند نسل آینده را به پایه‌ی قرآن و حدیث تربیت کند باید علوم اسلامی را فراگیرد. چون شاعر فرماید: مادر اولین مدرسه‌ای است که اگر آن را تربیت کردی پس تو در واقع یک نسل معذبی را تربیت کرده. پس این تحصیل و علوم دینی یک جدیدی نیست که ما شما بگوییم که امروز است و این تحصیل از زمانه‌های سابق البته بعد از اینکه اسلام و پیامبر جوانی و پیامبری مبعوث شد بعد از آن تحصیل شروع شده و نمی است که تا این نیست ما شما حق و باطل مبارزه دارند با هم. تحصیل البته پیامبر جوانی در این رابطه فرمیده که ربیان فریضة علی کل مسلم و مسلمة او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم. پیامبر جوانی میگه فراری علم آموختن علم فرض در بالای هر مسلم و مسلمه. بله، تشکر خواهر گرامی. حدیث اهمیتی بله. خواهر عزیز شما در اهمیت بله. سوال دیگر من از شما این است که آیا شما
بعد از اینکه خواهرانی که از این مدرسه فارغ التحصیل بشن چه وظیفه‌ای را در جامعه به عهده خواهند گرفت؟ در این مورد اگر صحبت بکنید. بله، در جواب سؤالی که فرمودید در آینده چی نقش را ایفا میکنیم؟ بله. در آینده میخواهیم فقط و فقط هدف اصلی و اساسی ما است که فرزندان مسلمان و خواهران مسلمان را قرآن و حدیث، فقه و مسائل دیگری که مربوط به یک زندگی اسلامی خواهران می شود بیاموزیم. بله. تشکر میکنم. اصلی ما که تربیت فرزندان متدین با محترم خانم حمیدی عابد از طلاب مدرسه اشرف المدارس در ولایت قندوز افغانستان و همچنین تشکر میکنم از خواهر گرامی محترم خانم شیرزاد که قبل از ایشان صحبت کردن. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی این توطئه دشمنان اسلام و روافض و صلیبی‌ها را در افغانستان نابود بکنه. از این لحظه دوستان عزیز شماره تلفن برنامه اعلان خواهد شد و برادران و خواهرانی که دوست دارند در مورد مسائلی که مطرح شده در برنامه صحبت بکنند در خدمت این عزیزان خواهیم بود. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. ما هم سلام عرض می‌کنم خدمت انصاری عزیز. بفرمایید برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. این یک حقیقت است که چند روز هفته گذشته برای خبر که نشر شد در فیسبوک هم بازتاب یافت و در ضمن بله صدای شما پخش میشه برادر عزیز، بفرمایید ادامه بدید. بله، این در فیسبوک هم بازتاب یافت و اکثرا در میز گردهای بعضی تلویزیون ها هم سرش بحث شد. من خودم در امرای طلابی که در این مدرسه درس میخواندن دیدیم و اینا کاملا در چارچوب قوانین معارف افغانستان فعالیت دارن و کدام فعالیت خلاف موازین اسلامی ندارن. کاملا با موافقت با قوانین افغانستان فعالیت میکنن و در ضمن توطئه های بر علیه همچون نهادهای مراکز اسلامی وجود داره که در رأس از این خود این برنامه های روافض ایران و روافض افغانستان است. درست. و این نه تنها که دولت قندوز بلکه دولت تخار افغانستان که من از دولت تخار صحبت میکنم، دولت تخار افغانستان مراکز جدید مدرسه چیز به نام حوزه های علمیه تازه ایجاد شده که بعضا علما در مقابل مخالفت کردن و نگذاشتن که مراکز نفاق و مراکز خرافات ایجاد شود که در گذشته یک آدرس وجود داشت، حتی لوحه هم نداشت. در ولایت تخار در شهر طالقان چندین جای لوحه ها را اینا ایجاد کردن و این فعالیت ها وجود داره. حتی از طریق تلویزیون و از طریق رادیوها که همه روزه خبرهای رادیو مشهد را پخش میکنه و مردم را میشنوه و همچنان از فعالیت های تلویزیون های ایران را پخش میکنه. همه روزه این فعالیت ها جریان داره. درست. تشکر از شما برادر عزیز و گرامی. تشکر برادر عزیزمون از ولایت تخار، یکی از ولایت هایی که این افتخار رو دارن که اولین ولایتی بودن که از زیر سلطه کمونیست ها و روس ها همچه برنامه ها همچه بسایت را افشا میکنیم و برای از و همچه برنامه ها استفادگی میکنیم. زنده باشید. تشکر از شما. تشکر. ولایت تخار و شهر طالقان یکی از اولین شهرهایی بود که دقیقاً در سال 1358 یا 57 بعد از قیام مردمی این شهر از زیر سلطه کمونیست ها و روس‌های جنایتکار آزاد شد و بعد از آن دیگر نتوانستند که به این منطقه تسلط پیدا بکنند روس‌ها و خسارت‌های فراوانی برای پسگیری این مناطق متحمل شدند و تبریک میگیم این حرکت شجاعانه مردم مبارز و مجاهد ولایت تخار رو و امیدوار هستیم که این حرکت در همه ولایات افغانستان بر علیه روافض این نوکران ایران و آمریکا و استعمار صورت بگیره. بله سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. الو. بله بفرمایید. آقای انصاری. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما. علیکم السلام. سوال بنده اینه که این معممین، بنده شیعه هستم، 55 سالمه، اسمم ابراهیمه و این برنامه شما رو نگاه کردم با صحبتایی که به صلاح شما فرمودین و توی برنامه‌های توی شبکه‌های دیگه میبینم بنده طبق صحبت‌های شما بنده جاهل بودم. این سوال به صلاح برای من مطرح شده که شما مؤکداً فرمودین که اشکال اگر دارین به قرآن مراجعه بفرمایید. درست. سوال من این است که این حضراتی که شما میفرمایین شرک میگن، معممین، اینها که دائما با قرآن سر کار دارن، چطور اینا به صلاح دیگه مشرک شدن؟ و من بی سواد نوعی چطور میتونم هدایت پیدا کنم در صورتی که این همه این حضرات قرآن میخونن، تفسیر میکنن و اعلام میکنن که شما مشرکین و شما میفرمایین که مثلا اونها مشرکن. بله آقا ابراهیم عزیز آقا ابراهیم عزیز، من از شما یک سوال دارم. شما ماشاءالله سنی ازتون گذشته، به سن پدر من هستید. آقا ابراهیم عزیز، شما میدونید که برای اولین بار قرآن رو در حوزه علمیه قم در چه سالی و چه کسی آورد؟ بنده همونجور که عرض کردم بی سواد هستم. من مشغله کاری و این چیزا هستش. من تا اونجایی که میتونم حضرت علی رو قبول دارم، شیعه حضرت علی هستم و این مطالبی که توی برنامه‌های شما دیدم واقعا برای من نمیگم شوکه کرد من از این چیزایی که دیدم، مطالبی که شنیدم. بله. و برای همین موندم. من اگر بخوام خودم رفتم بخوام برم قرآن بخونم، این حضراتی که به صلاح قرآن میخونن به قول شما مشرک هستن و به قول اونها شما مشرک هستین، بنده چجوری میتونم هدایت پیدا کنم وقتی که این همه این حضرات قرآن میخونن و به قول شما مشرک هستین؟ بله. ببینید آقا ابراهیم عزیز، اولین کسی که قرآن رو در حوزه علمیه قم آورد آیت الله بروجردی بود. قبل از اون در ضمن مضامین درسی حوزه علمیه قم قرآن وجود نداشت. نه قرآن میخوندند، نه قرآن رو تفسیر میکردند، نه به قرآن عمل میکردند. بعد از اونم کم کم قرآن رو آوردن در حوزه علمیه که سبب شد که خیلی از روحانیون، خیلی از علمای شیعه مثل آیت الله برقی، قلمداران، آیت الله شریعت سنگلجی، آیت الله خوئینی، اینا هدایت بشن، اعلان بکنن، علیه خرافات مبارزه کردن. و حتی در مدارس شما ببینید، در همین مدارسی که فعلا وجود داره، آیا به قرآن بیشتر اهمیت داده میشه یا به بقیه مضامین؟ مثلا یک دانشجوی ایرانی وقتی که دوره به اصطلاح دبیرستان رو تمام میکنه، چند سوره از قرآن حفظه، آیا ترجمه و تفسیر همین سوره حمدی رو که در نمازها بارها میخوانه بهش یاد میدن؟ من از شخصی حتی که به اصطلاح خیلی هم خودشون مؤمن میدونه، وقتی پرسیدم حضرت محمد چند فرزند داشت، میگفت تا اونجایی که من میدم فقط حضرت فاطمه. گفتم آخه اینم شد دین؟ گفتم حضرت علی فرزند داره. اون یعنی من بگم خاک بر سر هیچی از اسلام نمیدونم، فقط دیدم که توی این مراسم برم سینه بزنم و بخوام گریه کنم. دین من به همین محدود شده، یعنی هیچی نمیدونستم. توی این برنامه‌های شما به صلاح نکات رو متوجه شدم و الان موندم من چقدر کافر بودم و اگر بخوام رأساً اقدام کنم طبق همونجور که عرض کردم نظر بنده نیست. نظرات به صلاح این فقهایی که شما رو کافر میدونن، شما هم اونها رو کافر میدونن و اونجوری که شما فرمودین تو این برنامه ها فرمودین به قرآن مراجعه کنید. درست.
وقتی من بی سواد بخوام به قرآن مراجعه کنم نمیدونم من بالاخره مشرک میشم یا آقا ابراهیم عزیز من یک مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. همین قرآن بر جاهل ترین قوم در بین بشریت که قریش بودن، اعراب زمان جاهلیت بودن، همین کسانی که در مکه و اطراف مکه زندگی میکردن، بر اینا نازل شد. به اندازه جاهل بودن که دخترانشون رو زنده به گور میکردن، بت‌های سنگی رو میپرستیدن. این قرآن رو اونا متوجه شدن، اون عرب شترچران بادیه نشین این قرآن رو متوجه شد. چرا ما امروز متوجه نشیم؟ این یکی از دسایس همین دین فروشا هست که آقا ابراهیم قرآن رو دست نزن، تو قرآن رو نمیفهمی، اینو فقط امام زمان میفهمه، فقط آخوند میفهمه. ما رو از قرآن ترساندن. مگر سالهای سال همین قرآن در تاقچه شما با 7 پارچه پیچیده شده در تاقچه نمیذاشتید؟ موقعی که کسی مسافرت میرفت میگرفتید از زیرش رد میکردید مسافر رو. درست میگم یا نه؟ بله. خب همین قرآن رو مگر الله سبحانه و تعالی به ما امر نکرده که قرآن رو بخوانید؟ ورتل القرآن ترتیلا. نگفته ای آخوند قرآن بخوان، گفته همه مسلمان ها باید قرآن بخونن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند بلغوا عنی ولو آیه، یک آیه از قرآن هم که شده از من برسانید، تبلیغ کنید برای مردم. اما آخوند میگه نه تو نمیفهمی این قرآن رو، ما میفهمیم، مرجع تقلید میفهمه، امام زمان میفهمه. به همین دلیل ما رو از قرآن دور کردن، نسلی رو تربیت کردن که با قرآن بیگانه بود. هر کی هم خواست به طرف قرآن بره، آقا قرآن نخونی که اشتباه میکنی، گناهکار میشی. خب الان نکته‌ای به اصطلاح یادم اومد، توی برنامه کلمه بود جناب هاشمی با مهمان برنامه صحبت میکردن. مهمان برنامه فرمودن که هر موقع قرآن رو میخونن یک نکات تازه رو متوجه میشن. درست. بعد از اینکه سالیان سال این شخص قرآن خونده و مفسر قرآن هست و توی برنامه ها این نظرات که به اصطلاح درست برای بعض ما رو مطرح میکنن، ایشون هم جواب میده. ایشون میگن که هر چندین هم قرآن میفهمم. درست. معنی که به اصطلاح 1 کیلومتر من چجوری باید بفهمم که پیام چیه؟ بسیار ساده است آقا ابراهیم عزیز، به خدا خیلی ساده است. شما نگیرید بر خودتون، قرآن رو هر کسی اندازه درکش میفهمه. یکی میاد در بحر قرآن، در تفسیر قرآن، در استفاده از معانی قرآن میشه، حالا طرف مفسر سالها تحقیق کرده. این معجزه است. این قرآن معجزه است که قیامت معجزه جاویدان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. لازم نیست که شما همه‌شو بفهمید، همه جوانب را بفهمید، هر کس به اندازه استطاعتش. شما رو به خدا آقا ابراهیم عزیز، شما اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین رو دقیقاً معنیشو بفهمید، یا علی میگید یا زهرا میگید؟ خدا شاهد ما همون ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ادعونی استجب لکم. بله. دفعه پیش که با شما صحبت کردم من فقط اون دوتا رو قبول کردم و این چیزهایی که میگن از این به اصطلاح حضرت علی، امام حسین یا اون، من 2 بار از امام حسین درخواستی کردم هیچ، ولی 2 بار توی خیلی سختی بودم، از ته قلب از خدا چیزی خواستم بهم داد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. زنده باشید، زنده باشید آقا ابراهیم عزیز. قرآن بخونید، ببینید الله سبحانه و تعالی در همین قرآن میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. شما حرف منم میشنوید، حرف اونا رو هم میشنوید، حرف شبکه‌های مختلف، انسان‌های مختلف. الله سبحانه و تعالی میگه که بشارت بده به اون بندگانم که حرف‌ها را میشنون و بهترینشون رو انتخاب میکنن. حرف مطابق قرآن و سنت رو وقتی شما قبول بکنید، درونتون آرام میگیره، دلتون آرام میگیره، چون فطرت سالم بشر همخوانی داره با آنچه که الله سبحانه و تعالی برای هدایت ما فرستاده. خدا پشتیبان تمام کسانی باشه که حقجو هستند. آمین، آمین. تشکر میکنم از شما برادر عزیز و گرامی. خدا
خدا نگهدار شما. تشکر از شما. یک نکته رو من اینجا اشاره کنم، بارها تو این برنامه گفتم. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه شیر خدا در خطبه 109 یا در بعضی نسخه 110 نهج البلاغه میفرمایند که و قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دل هاست. از نور آن شفا و بهبودی خواهید که شفای سینه های بیمار است. و قرآن را نیکو تلاوت کنید که سود بخشترین داستان هاست. عالمی که به غیر علم خود عمل کند چنان جاهل سرگردانی است که از بیماری نادانی شفا نخواهد گرفت. سبحان الله. یعنی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه، من اگر بتونم یک خطبه را از ایشون پیدا بکنم که در مورد قرآن کریم میفرمایند که در آخر الزمان این قرآن رو مهجور قرار میدند انسان ها. در خطبه 176 خیلی جالب میفرمایند که آگاه باشید همانا این قرآن پندهنده است که نمیفریبد. آخوند میفریبد اما قرآن نمیفریبد و هدایت کننده است که گمراه میسازد. سخنگویی است که هرگز دروغ نمیگوید. کسی با قرآن همنشین نشد مگر آن که بر او افزود یا از او کاست. در هدایت او افزود و از کوردلی و گمراهیش کاست. الله اکبر. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به ما امر میکنه که قرآن بخوانیم، قرآن تلاوت بکنیم، اما این آخوندا برای اینکه ما رو در بند اسارت خودشون نگه دارن ما رو از قرآن دور کردن و هر کی که به قرآن رجوع کرده از بندگی و اسارت آخوند آزاد شده. اینو یقین داشته باشید. در طول تاریخ هر کسی، حتی از آخوندها، حتی از مراجع تقلید، آیت الله ابوالفضل برقی مرجع تقلید بود، خمس میگرفت، نوه سوم امام رضا بود. میاد در مسجد میگه ای مردم، کسانی که به من خمس دادن بیان سندشون رو بیارن، پولشون رو پس بگیرن، این حرامه. چه چیز سبب شد که آیت الله ابوالفضل برقی از پول و از شهوت و از منافع دنیوی دست بکشه، در گوشه خانه زندان بشه، ترور بشه، بکشنش؟ چه چیز سبب شد؟ قرآن. چون قرآن دلش رو روشن کرده بود. آیت الله برقی در این دنیا زندگی نمی‌کرد، درسته جسدش در این دنیا بود، روحش با قرآن بود. وقتی قرآن میخونی شما رو میبره به آسمان ها، دیگه شما از این زمین خاکی به دور میکنه شما رو. به خاطر همین اونایی که حافظ قرآن هستن، اونایی که قرآن میخوانن و به قرآن عمل میکنن، براشون مهم نیست، دنیا براشون مهم نیست، دنیا براشون اهمیتی نداره. و هر ملتی، هر جامعه‌ای که از قرآن دور شده بیشتر در بند و ذلت و گرفتاری آخوند و دشمنان اسلام گرفتار شده. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواستم صحبت کنم اگه بشه. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ حمید عسکری هستم. آقای عسکری بفرمایید برادر عزیز. بله، خواستم صحبت کنم با مجری اگه بشه. صدا شما داره پخش میشه، شما دارید با مجری صحبت میکنید، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من می‌خواستم بگم که این حرفایی که شما میزنید واقعا چی رو میخواد ثابت کنید؟ مثلا با شیعه چه دشمنی دارید؟ کی گفته ما با شیعه دشمنی داریم؟ آخه این حرفایی که دارید میزنید، همین حرفا چیزایی که دارید میزنید معلومه دیگه. عزیزم من میگم که سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میفرمایند که به قرآن رجوع بکنید، از قرآن بیاموزید، قرآن بخوانید. وقتی شما درسته قرآن بیاموزید، ولی قرآن علی ابن ابی طالب سر تو پاش قرآنه، همه چیزش قرآنه. یا دهرا یا اگه اینجوری چرا حضرت اولفضل وقتی میری شفا میده، کلی کسان شفا داده که بچه با چشم خودشون برای دیگه که شفا یافته، کوره که از چشم نداشته شفا یافته. عزیزم همین مطلب رو در شبکه‌های مسیحی هم اعلان میکنن که آقا کورا رفتن در کلیسا شفا پیدا کردن.
فلج ها رفتن در کلیسا شفا پیدا کردن. این که دلیل نشد. شما عزیزم شما میگید که عموم رفت کربلا عزیزم خودش با چشم خودش دیده بود، من که دروغ نمیگه. اونا در تلویزیون پخش میکنن، مسیحی‌ها در تلویزیون زنده به طور زنده در کلیسا پخش میکنن. عزیزم اگر این دلیل باشه پس مسیحیان بر حق هستن. رو ولچر طرفو میارن رو استیج، این آخوند مسیحی اون کشیش مسیحی میاد یه چیزایی میخونه رو سرش از انجیل تورات، طرف بلند میشه میرقصه. خب حالا ما بپاشیم بگیم که مسیحیت بر حقه. ثانیا شما ببینید برادر عزیز شما فرمودید که شما نباید بگید که آخوند، باید بگید روحانی. ادب باید داشته باشه که آخوند عزیزم که روحانی. عزیزم اونا آخوندن، خودشون به خودشون میگن آخوند. در مورد قرآن گفتید سراپا علی است. من از شما عزیزم من از شما یک سوال دارم. آقای عسکری از شما یک خواهش دارم. شما در نماز همیشه سوره حمد رو میخونید، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو برای من ترجمه کنید تا بینندگان بشنون که یعنی چی. آقای عسکری قطع کردن رفتن. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. میخواستم در برنامه شرکت کنم. بفرمایید صدا شما داره پخش میشه بیننده گرامی. سلام آقای انصاری. علیکم السلام. از بوکان. بفرمایید آقا ابوالفضل عزیز. من خیلی تشکر میکنم از برنامه‌های خوب و آموزنده‌تون. فقط دوست داشتم با شما صحبت کنم و تشکر کنم از اون روشنگری که کردید. من خود اون نکته توجه نکرده بودم، واقعا چشم منم روشن کردید شما به نکته. و من اون شب به آقای قزوینی هم زنگ زدم و بهش هم گفتم و تهدید کردن قرار پنجشنبه شب بیام و جوابگو بشن انشالله. صدای شما رو قطع کردن، من کلیپشو دارم پخش میکنم. هفته گذشته که شما زنگ زدید همون سفر رو نشون داد و خلاصه دروغ‌هایی گفت، اما دیشب که شما تماس گرفتید پریشب صدا شما رو قطع کردن و گفتن که وقت نداریم و روز پنجشنبه، و یقین بدانید که روز پنجشنبه هم حرفی برای گفتن ندارن. بله درسته. و اون شب خودشون سریع کلیپ رو اون حدیث امام قرطبی رو آوردن، ولی دیشب از من میخواستن که براشون بگم که چی رو بیارن. گفتم خودتون که آوردید دوباره بیارید و گفتن که وقت کمه و صدای من رو قطع کردم. من فقط خواستم ازتون تشکر کنم برای این نکته که من با اطمینان به احادیث ایشون نگاه کردم، ولی باید این سری همیشه با سویزن بهش نگاه کنم و منتظر باشم که ببینم کجا رو قیچی کردم. تشکر از شما. و آقا ابوالفضل عزیز ما هدیه‌ای برای شما در نظر گرفتیم، انشالله اسم کاملتون و آدرستون رو برای ما ایمیل بکنید تا براتون بفرستیم. روی چشم آقای انصاری. فامیلی من میخواد بگم چون نه رو تلفن نگید، بهتره رو چیز بفرستید. برامون شماره تلفنتون رو بذارید رو ایمیل بذارید، ما خودمون تماس میگیریم با شما. روی چشم. ممنونم آقای انصاری. تشکر از شما. شما واسه ما خودش هدیه بزرگیه. سلامت باشید. من بازم از شبکه شما تشکر میکنم. سلامت باشید. تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما برادر عزیز. جزاکم الله خدا. حیاکم الله. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، آقا ابوالفضل عزیز همون بیننده‌ای هستن که ما هفته گذشته جریان کلیپ الکیا طبری رو که نسبت داده بود به امام قرطبی به دروغ آیت الله قزوینی رو پخش کردیم و ایشون دیشب تماس گرفته بودن و کلیپ تماسشون هم من اینجا دارم که انشالله خدمت شما عزیزان پخش بکنم که بله این تماس دیشب ایشون به شبکه ولایت هست. دوستان عزیز در اتاق فرمان برای من تصویر رو منتقل بکنم به دوستان عزیزمون. این تماس آقا ابوالفضل عزیز هست به شبکه ولایت و آیت الله قزوینی. بله دوستان پخش بکنن لطفاً. این جناب آقا ابوالفضل از بوکان اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای محسنی. و علیکم السلام آقا ابوالفضل. یه سلام هم دارم خدمت از آقای بزرگوار و یک گلایه بسیار بزرگ از ایشون دارم. بله آقای قزوینی یه سوالی داشتم که سوال بپرسم.
جلسه بعد همین برنامه من از شما یه سوالی کردم درباره تفسیر امام قرطبی، ولی وقتی که من الان برنامه ضبط شما رو دارم، شما گفتید که این نقل قول مقصود آقای قرطبیه. دقیقا الان کلام جلوی روم همون کلامی که شما آوردید رو صفحه مانیتور. بله بله. قال الکیا تبری، یعنی دقیقا ایشون نقل قول آقای الکیا تبری رو میگن و زیرش رو شما خوندید گفتید ایشون خود آقای قرطبی رو میاره و در صفحه بعدش آقای قرطبی میگه قلت، یعنی من این نظر رو دارم که این زکات واجب نه مستحبی های قزوینی. واقعا من گله دارم از شما که دوباره عبارتش بفرمایید عزیز من، عبارت رو بفرمایید. منم شاهد بودم حاج آقا کامل حدیث رو دوباره براتون نشون داد. آیه محسنی حدیث آوردن، منم الان دقیقا همون کامپیوترم جلوی رومه که میگه قال اب نداره یه بار دیگه دوباره عبارتش بفرمایید مردمم ببینن دیگه. حالا ما که نمیگیم اگر اشتباه کردیم میگیم ما اشتباه کردیم که هزینه نداره. آیا ابوالفضل که رو چشم یک لحظه اجازه بدید بفرمایید عبارتش 2 تا 3 تا کلمه بده، من همون 2 تا 3 تا کلمه را بیارم تو کامپیوتر برادر عزیزم. رو چشم یک لحظه اجازه بدید من الان میارم رو صفحه کامپیوتر. ما الان فرصت فرصتمون تقریبا 5 دقیقه پایان وقتمون هست. سوالم داشتن دوستان. بله 1-2 تا سوال دیگه هم بودن که باید اینو مطرح کنیم. این رو آقا ابوالفضل عزیز شما بزرگواری کنید، این رو ما شب جمعه در خدمت شما هستیم. یه کمی بزرگواری کنید، زودتر زنگ بزنید. الان ببینید آخر وقته، 5 دقیقه به آخر وقت مانده. شما بزرگواری کنید اون جمله‌ای که حضرت علی پیدا کرد از کامپیوتر 2 تا 3 تا کلمش رو بگید، ما اینجا میاریم تمام مردم هم ببینن. آقا ابوالفضل عزیز اگر ما اشتباه کردیم میگیم آقا اشتباه کردیم، این که به قول نقصی نیست، اعتراف به اشتباه فضل از دیدگاه ما، نه اینکه نقص باشه. بعد فرمایش حضرت علی رو میشنویم، عرایض خودمون رو هم اینجا مردم میبینن، در خدمت شما هستیم. بله تماس بیننده رو قطع کرد و در حالی که در اثناء صحبت آقای ابوالفضل داشت جستجو میکرد صفحه جلوش اومد و دید که مچش رو گرفته بیننده، ادامه چیز رو نخوند و پنهان کرد. همین مطلب رو ما هفته گذشته هم نشون دادیم. به مجرد اینکه آقا ابوالفضل بیان میکنه اون موضوع رو، ایشون در همون چند ثانیه میاد نشون میده چیز رو، این مطلب رو از کتاب تفسیر امام قرطبی، ولکن با کمال وقاحت میاد دوباره تلبیس میکنه. دوستان عزیز اگر من این همون قسمت رو بیارم خدمت شما عزیزان. بله دوستان نشون بدن صدا تصویر رو. اون جمله کلمه آخر که راکعونه که حاج آقا فرمودن منظور در صدقه دادن در رکوعه، ولی در قرآن در مثلا در آیه 43 سوره آل عمران و آیه 24 سوره صاد یا آیه 54 سوره توبه مراد خاشعونه همون راکعون اومده، ولی مثلا خداوند در حضرت مریم میفرماد که نماز را با خشوع برپا دارد. منظور و وقتی که به آیه 55 سوره مائده برمیگردیم مراد بیشتر به خاشعون نزدیکتره تا به اینکه نماز خواندن در حالت رکوع. و اون صدقه ای که حاجبا فرمودن اون مراد از زکات صدقه است و گفتن حدیثی است از امام قرطبی در این مورد. ولی در یکی از شبکات که پخش کردن گفتن آقای قرطبی این حدیث رو نقل کردن از شخصی به نام تبری و بعداً رد کردن که مراد ایشون نظر داشت، یعنی آقای تبری نظر داشتن که مراد از این زکات در اینجا صدقه است و امام قرطبی گفتن که نخیر این زکات مثل نماز واجبه و این زکات مراد در اینجا صدقه نیست. و گفتم که آقای قزوینی اینو نخوندن، فقط گفتن که آقای قرطبی اینجوری فرمودن و نقل قول کردن، ولی آقای قرطبی این نظر رو رد کردن. خواستم یه توضیح در این مورد بدن آقای قزوینی و ببین آقا ابوالفضل فقط شما الان روی خطم هستید، فرمودید که عبارت آقای قرطبی را کامل نقل نکردید. عزیز دل من شما ببینید این کتاب
تفسیر قرطبی هست. دوستان مانیتور من محبت کنن، میتونن بله البته من ارتباط چیزم قطع شده با اتاق رژی، اگر محبت کنن در مشکل کجا هست و یا مسنجر من قطع شده. اینجا اشاره بکنم که اینا 2-3 نفر دارن اون پشت سر با طریق یاهو مسنجر که بعضی از کلیپاشون هم لو رفته با صفحه مانیتورشون که حالا ان شاءالله در آینده هم پخش خواهیم کرد. ما بعضی تصاویر داریم که کسانی هست که این پشت سر بهش براش تایپ میکنه و بهش آدرس میده که فلان صفحه فلان جد از دوستان خودشون هستن. متاسفانه از شانس بعدش امروز این ارتباط یاهو مسنجرش هم قطع شده بوده. اینجا ادامه کلیپ رو ببینیم. لا حالن ببین عزیز دل من، این انما ولیکم الله و رسوله که چی هست و چی نیست این ببینید. و یعطون الزکا و هم راکعون. بله، قضیه‌ای که بوچشو گرفته بودن همین قسمت قال الکیا التبری. امام قرطبی میاد از یک شخص دیگری به نام الکیا تبری نقل میکنه و همه این مطالبی که قزوینی روش ویراج میده همه حرف این الکیا تبری است و در آخر میاد همه این حرفا رو رد میکنه. این کلیپ رو با هم ببینیم. یدل علی ان صدقه تطوع تسمى زکاتا. این عبارت آقای قرطبی از کسی هم نقل نمیکنه عزیز من. ببینید میگه از کسی هم نقل نمیکنه با وقاحت تمام، در حالی که این صفحه جلوش هست و داره از اینجا میخونه. ادامهشو ببینیم. اینجا میگه این عبارت آقای قرطبی است و از کسی نقل نمیکنه. ما چند ثانیه تصویر رو به عقب برمیگردونیم که ما خدمت شما عزیزان ثابت بکنیم که این حرف امام قرطبی نیست بلکه حرف تبری است. چی نیست این ببینید. و یعطون کنم در مشکل کجا هست و یا مسنجر من قطع شد. بله، این کلیپ رو از این قسمت ببینیم با هم. چیزم قطع شده با اینطور من محبت کنن میتونن بله البته من ارتباط چیزم قطع شده با اتاق رژی، اگر محبت کنن در مشکل کجا هست و یا مسنجر من قطع شده. علی ای حال ببین عزیز دل من، این انما ولیکم الله و رسوله که چی هست و چی نیست این ببینید. و یعطون الزکا و هم راکعون. یدل علی ان صدقه تطوع تسمى زکاتا. این عبارت آقای قرطبی از کسی هم نقل نمیکنه عزیز. خب دوستان عزیز به صفحه تلویزیونتون نگاه بکنید. این قسمت رو قال الکیا التبری، این آخوند مکار دروغگو میگه که این و یعطون الزکات و هم راکعون یدل ان الصدقه تطوع تسمى الزکات فان علیا تصدق بخاتمی فی الرکوع. این حرف قرطبی نیست، این حرف الکیا التبری، یکی از علمای شوافع است که میگه امام قرطبی میگه قال الکیا التبری و هذا يدل على ان العمل القليل لا يبطل الصلاة فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم يبطل به الصلاة وقوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون يدل أن صدقة التطوع تسمى زكاة. این حرف الکیا تبری است که امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیرش این رو نقل میکنه و این آخوند بی شرم و بی حیا با کمال وقاحت همین صفحه رو نشون میده خدمت بیننده ها. برای بیننده ای که زنگ زده بودن آقا ابوالفضل عزیز از بوکان بهش نشون میده، میگه ببین اینجا که نیومده که قرطبی از کسی دیگه نقل کرده باشه، این حرف خود قرطبیه. خوب دقت بفرمایید قال الکیا التبری. خب ادامه کلیپ رو با هم میبینیم. یه مقداری در نقله ها دقت بفرمایید. این که مثلا بعضی از افراد میگن میشنوید، اینها را من خب حضرت علی هر وقت اومدید روی خط مؤدب حرف زدید و واقعا ما به وجود شما عزیزانی که اینطور مؤدبانه حرف میزنید واقعا افتخار میکنیم و تشکر. بله حالا دیگه داره سر این بیچاره رو شیره میماله و اینطوری داره فکر میکنه که بله شما مؤدب صحبت میکنید، شما همیشه عزیزان و تماس میگیرید و فلان، تا این ایشون رو بیننده رو منصرف بکنه از اصل قضیه، در حالی که تصویر مانیتور رو خودش داره میخونه و متوجه هم هست و عمدن دروغ میگه.
به خدا قسم اگر که اینا اشتباه میکردن، سهو می بود، یعنی عمدی نمی بود، ما کاری به کارشون نداشتیم. خب میاد عمدن جلو میلیون ها نفر تو شبکه خودشون. من نه اینو از نرم افزار اهل سنت نشون میدم، نه از مکتبه شامله، نه از جامعه. کسی هم در رکوع برای شما عرض کنم صدقه دادن. اینجا هم خیلی واضح خودشون زوم کردن در شبکه ولایت. ببینید اینجا گفته قال الکیا الطبری. خب حرف الکیا الطبری است که امام قرطبی نقل میکنه. من گفتم از نرم افزاری که تو لپتاپ. این قسمت صفحه چون کلیپ طولانیه، دوستان اگر نشون بدن. اینجا امام طبری میگه که امام قرطبی میگه قلت، میگه من میگویم یا من گفتم که این ادعایی که الکیا طبری کرده که منظور از اونجا تصدق بالخاتم زکات نافله هست و زکات واجب فرض نیست، این اشتباه هست و فی بعدن. این مطلب را ذکر نمیکنه. ما تا روز پنجشنبه منتظر هستیم که اگر واقعاً اشتباه کرده این آخوند و عمدن دروغ نگفته، بیاد تو شبکه ولایت و معذرت بخواد، بگه اشتباه کردم، این حرف امام قرطبی نبوده، حرف الکیا طبری بوده و امیدوار هستم که وصل بکنن آقا ابوالفضل رو. همانطوری که ما یعنی قبلا هم تجربه ثابت کرده، دیگه از این به بعد آقا ابوالفضل عزیز دیگه تو بلک لیست رفتن تو شبکه ولایت و ایشون رو فکر نکنم دفعه دیگه وصل بکنن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی. شما پرسید من که معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله بله، همین رو لطفاً معنی بکنید برادر عزیز. یعنی تنها تو رو میپرستم و تنها از تو یاری میطلبم. خب وقتی که میگید تنها از تو یاری میطلبم، کسی بیاد از کسی غیر از خدا یاری به طلبه اشتباه نیست؟ حرفتون درسته. خب منظورمون همینه. وقتی شما میگید یا علی مدد، ولی من به شما میگم خب میگم که الان ما درسته یا حضرت معصومه یا بگیم یا حضرت امام رضا یا حضرت حسین، این مشکل ما رو برطرف کن. درسته این که حرامه، حرف شما کاملا درسته، ولی اگه ما به اون توسل میکنیم، ما میگیم که شما در خونه خدا آبرو دارید و از خدا بخواهید، ما این حرفا میزنیم، ما شخص نمیگیم که شما مشکل ما رو حل کنید. خب همین برادر عزیز و گرامی، اسلام، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، من بارها اینو گفتم در این برنامه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده شد در بین قریش که همین رو از بین ببره، همین واسطه و یک پرده بین خودت و خدا که قرار میدی، رسول اکرم اومد که همینو از بین ببره. مشرکین مکه میگفتن وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که ای مشرکین شما چرا، اجازه بدید یک لحظه فقط اونا فرمودن پیامبر صلی الله علیه و سلم که شما چرا این بت‌ها رو میپرستید؟ مشرکین چی گفتن؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو پرستش نمی مگر به خاطر اینکه ما رو به الله برسانند. نگفتن که اینا الله هستن، گفت اینا ما رو به الله برسانن. حین همون حرفی که امروز ما میزنیم، بعضی از ماها میزنن که ما که علی رو نمیپرستیم، ما علی رو وسیله ساختیم برای رسیدن به خدا، چون علی بنده آبرودار هست، متقی هست، شجاع هست، از اهل بیت است، بلکه بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم سید و سردار اهل بیت است. لعنت بر منکرش، خدا لعنت بکنه کسی رو که فضائل سید علی رضی الله تعالی عنه رو انکار بکنه. اما علی هیچ وقت خدا نیست. بله بفرمایید. درسته، من نمیگم خدا. نگاه کنید، من یه سوال در شما دارم، نباشید سوالا. خدا وقتی میخواد قرآن نباید به پیامبرش میگه، خودش با مردم حرف میزد. خدا پیامبر وسیله قرار داد که حرف بزنه با مردم. یعنی حرف شما اینه که خدا باید خودش با مردم حرف میزد، سخن میگه با مردم. مگه این که نمیشه خدا خودش داده پیامبرا، وسیله اینها از من آمرزش بخواهید. درست. عزیزم اگر که این حرف شما درست باشه، خب نیازی نبود که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیاد.
خداوند همینطوری از طریق یکی از مرده ها پیامشو میرسوند. مثلا حضرت ابراهیم از دنیا نمی برد، میگفت که خب تو در دنیا باش اما غیبت برو، مثل امام زمان میگه برو در غیبت این پیام منو برای مردم برسون. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را الله سبحانه و تعالی تنها برای فرستادن قرآن به وسیله ایشون نفرستاده، برای اینکه در بین ما عملا زندگی بکنن و زندگی عملی رو به ما یاد بدن. شما قرآن کریم را اگر بخوانید در 3 روز میتونید کل قرآن رو ختم بکنید. در نمازهای تراویح در 3 روز قرآن رو ختم بکنید. اگر از صبح شروع بکنید در ظرف 24 ساعت شما میتونید قرآن رو ختم بکنید. اما همین قرآن در 23 سال نازل شد تا الله سبحانه و تعالی محمد مصطفی رو در بین ما نگه داره، ایشون این قرآن بهش نازل بشه و ایشون به این قرآن عمل بکنه، به ما آموزش بده تا این قرآن یک نمونه عملی برای تربیت بشریت باشه. درسته، بله. خب همین. اما در همین قرآن سبحانه و تعالی به ما میگه که ادعونی استجب لکم، من را بخواه تا اجابت کنم. فلا تدعو مع الله احدا، به امرای الله کسی دیگر رو نخوانید. درسته. خب خدا منظورش این نبوده که، خدا منظورش این بوده که نگید 2 تا خدا داریم، نگید 3 تا خدا داریم، خدا، نگید یک خدا داریم. نگفته که وسیله قرار ندید. من تو قرآن حرف نمیره، گفته همراه الله کسی رو نخوانید. نگید با خدا 2 نفره، خدا چند نفر خدا داریم. خدا من حرفش این بوده که من یکی هستم. نگفته که نگید که یا رسول الله مثلا بخواد محبتی که رسول کردی دعای منو واسه خدا، حرفش این نبوده. عزیزم شما منظور خداوند رو از کجا متوجه شدید که این نبوده؟ خب منظورش واضحه. خب قرآن شما دیگه کجا شد که این نبوده؟ بوده. عزیزم وقتی از مشرکین مکه پرسیدن که کی به شما رزق و روزی میده، من یرزقکم من السماء، چی جواب دادن به نظر شما؟ گفتن لات و منات و عزا؟ گفتن الله. گفت کی از آسمان برای شما باران میفرسته؟ گفتن الله. کی به شما فرزند میده؟ گفتن الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم تعجب کرد. الله سبحانه و تعالی به شکل افلا تتقون، شما از خدا نمیترسید؟ پس چرا این بت‌ها رو میپرستید؟ گفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو نمیپرستیم مگر اینکه ما رو به خداوند برسانند. ما بنده گناهکاریم، ما رو نداریم، اینا ما رو به خدا میرسونن. مشرکین مکه به خدای من میخوام اینو از شما بپرسم که از این بحث الان خواهش میگیم که حضرت علی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام که شما وصی پیغمبر نبوده، آیا در قرآن از حضرت ابوبکر شما، من توهین نمی کنم، حضرت ابوبکر شما آمده که حضرت ابوبکر بعد پیغمبره؟ نه نیومده. هیچ سنی اینو ادعا نکرده. چرا ابوبکر بعد پیغمبر رفت؟ به خاطر اینکه در قرآن اومده و امرهم شورا بینهم، مسلمان ها شورا کردند، در شورای سقیفه حضرت ابوبکر رو به عنوان جانشین پیامبر انتخاب کردند. شما اگر نهج البلاغه در خونه داشته باشید، در نامه 6 نهج البلاغه حضرت علی تایید میکنه این شورا رو، میگه انما الشورا للمهاجرین والانصار. نامه 6 نهج البلاغه، شورا از آن مهاجرین و الانصار است. فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان في ذلك لله رضا، اگر که جمع شدن و کسی رو امام و امیر خودشون تعیین کردن، در این کار رضایت خداوند است. میخوام بگم که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، آیا حرف پیغمبر حرف خدا نیست که خدا فرموده هر چی پیغمبر میگه وحیه؟ هست حرف پیامبر حرف خداست. در کجا پیامبر گفته که علی بعد از من جانش فرمود که علی علیه السلام هر کس من تا حالا مولای من کنت مولا فهو علی و مولا. مولا چه معنی؟ حالا مولای بودم. مولا چه معنی؟ چی نمیفهمم من. مولا چه معنی؟ مولا من کنت مولا فهذا علی مولا، بر منکرش لعنت. اما مولا چه معنی؟ نگاه کن، شما به مولا میگید مولا یعنی دوست، یعنی پیغمبر نعوذ بالله اینقدر نمیفهمیده که مردم ما تو این گرما اینقدر نگه داره خطبه اینقدر طولانی کنه که بگه دوستش داشته باشید. خب در اینم خیلی پیغمبر گفت علی دوست داشته باشید، چرا درد و نگه داشت؟ خب خطبه رو طولانی کرد بگه دوستش داشته باشید. من دفعه گفت اللهم وال من والا و عاد من. اینا از اهل مدینه بودن،
از صحابه‌ای که در مدینه با پیامبر همراه بودن. پیامبر صلی الله علیه و وقتی که از حج برگشتن، اینا با پیامبر صلی الله علیه و همراه، عده‌ای اومدن پیش پیامبر صلی الله علیه و از علی بدگویی کردن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فضیلت تقوا و ایمان و پرهیزگاری شاگرد خودش رو، کسی که در زیر دست پیامبر از خردسالی بزرگ شده، میدونید که علی این فضیلت رو داره در بین همه صحابه که از خردسالی از در خانه رسول صلی الله علیه و سلم بزرگ شده و اولین نوجوانی بود که در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد. پیامبر صلی الله علیه و ناراحت شد، چطور میایید از علی شکایت میکنید که من دستان خودم اینو تربیت کردم، شده خودمه، این از اهل بیت منه، از علی شکایت میکنید؟ از علی برای گفتن حق از هیچ کس نمیترسه؟ در اینجا در غدیر خم همون که با پیامبر صلی الله علیه و همراه بودن، از حجاجی که از مدینه بودن، اینا رو جمع کرد و در اونجا خطبه ایراد کردن، فضیلت حضرت علی رو بیان کردن تا دهن کسایی که اعتراض می‌کردن بسته بشه. حالا در این غدیر ما قبلا 2-3 هفته قبل شما برنامه دید، ما مفصل در این مورد صحبت کردیم. میگن غدیر چارایی بوده و اینجا 200-300 هزار نفر رو جمع کرده پیامبر. همه اینا دروغه برادر عزیز، والله دروغه. مکارم شیرازی تفسیرش در ذیل همین آیه منزل الیک، همین آیه غدیر هم چارایی حجاج مصر و نمیدونم یمن و کجا و کجا اینجا جدا میشدن. در اون زمان مصر بود، کی فتح شده بود مصر؟ عراق فتح نشده بود، مصر فتح نشده بود. از مکه یعنی خط مستقیم اگر شما برید حدود 20 کیلومتر راه است. یعنی مردم مکه 20 کیلومتر با پیامبر اومدن در غدیر خم، بعد در اینجا ولایت رو شنیدن، ابلاغ ولایت رو، دوباره برگشتن مکه. کدوم احمق این کارو میکنه؟ بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بفرمایید. خب دوستان عزیز، ما مثل این که مشکلی داریم در تماس ها، صدا وصل نمیشه. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان کلیپ شماره 509 رو پخش بکنن. شماره 509 خیانت آخوند قزوینی در نقل از صحیح مسلم پیرامون سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. این رو با هم میبینیم و بعد از اون ان شاء الله دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خیانت آخوند قزوینی در نقل از صحیح مسلم پیرامون سیدنا عمر رضی الله عنه. من یک سوالی از آقایان دارم. بارها این سوال رو ما کردیم ولی خب متاسفانه این حضرات جواب ندادن. این رو اگر دوستانی که تماس میگیرن با این شبکه ها این رو برای ما جواب بیارن. حدیث 55-26 صحیح مسلمه، 5526 5526. آقای ابی بن کعب برمیگردد به عمر بن الخطاب، میگه یبن الخطاب فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، عذاب بر اصحاب پیغمبر نباش. این رو برای ما جواب بدن. این که آقای ابی بن کعب میگه ولا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، تعدادی از صحابه نشسته است. آیا نظر شما نسبت به سخن ابی بن کعب چیه؟ آیا راست گفته یا دروغ گفته؟ اگر دروغ گفته پس معلوم میشه ابی بن کعب کذاب دروغگوست. اگر راست گفته و خود عمر هم این کار نکرد، صحابه هم این کار نکرد، جناب خلیفه دوم که عذاب بر اصحاب پیغمبر شده، آیا این اصحابی که عمر عذاب شده بر اونها، اینها عادل بودند یا فاسق بودند؟ اگر عادل بودند پس بر عادل عذاب
وارد کردن فسق، گناه، معصیت، ظلمه. و اگر نه اینها فاسق بودن، پس دیگه اینی که شما میفرمایید عدالت صحابه و چنینه چون همه چی به باد میره. این رو اگر دوستان که تماس میگیرن با اینها، من دوباره عزیزان وقتی که تماس میگیرن این آدرس هایی که ما میدیم آدرس ها رو یادداشت بکنن، یا حداقل این جمله ای که ما میگیم یبن الخطاب فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، صحیح مسلم بر مبنای مکتبه اهل بیت جلد 6 صفحه 179. این آخوند از ترس این که مبادا رسوا شود کل روایت صحیح مسلم را ذکر نمی کند و اشاره‌ای به داستان که سبب این سخن است نمی نماید. بیایید با هم کل قصه را بشنویم. عن أبي موسى الأشعري قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فلم يأذن له فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف. از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت شده است که نزد عمر ابن خطاب آمده و فرمودند السلام علیکم. عبدالله ابن قیس اجازه ورود میخواهند، به او اجازه ندادند. دوباره گفتند السلام علیکم، ابو موسی هستم. السلام علیکم، اشعری هستم. سپس راه بازگشت در پیش گرفت. فقال: ردوا علي، ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب ابو موسى. عمر رضی الله عنه فرمود او را بازگردانید. وقتی بازگشت عمر از او پرسید چرا بازگشتی؟ ما مشغول بودیم. ابو موسی فرمود از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند اجازه خواستن برای ورود 3 بار است. اگر اجازه داده نشد برگرد. عمر فرمود برای این حدیث شاهدی بیاور وگرنه چنین و چنان میکنم. ابو موسی رفت. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. وقتی شبانگاه آمدند وی را یافتند. فرمود ای ابو موسی میگویی آیا شاهدی یافتی؟ آری. ابن فرمود قابل است. يا أبا ما هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إن فأحب أن أتثبت. ابو طفیل این شعر یعنی ابو موسی میگوید. ابی کعب فرمود صلی الله علیه و سلم عذابی بران رسول الله باش. الله چیزی را شنیدم خواستم تحقیق کنم مطمئن شوم. بینندگان گرامی، مشاهده کردید این آخوند کار چگونه دست به تدریس میزند و کل روایت را ذکر نمی کند. به ویژه سخن آخر عمر فاروق رضی الله عنه که فرمودند سبحان الله چیزی را شنیدم و خواستم تحقیق مطمئن شوم. و این خاطر حرص و اهتمام عمر فاروق رضی الله عنه بر محافظت از سنت نبوی می باشد. نکته دیگر که به حذر داشتن از چیزی دلالت بر وجود و ثبوت آن نمی‌دهد. قضیه میگوید فعل به عمر رضی الله عنه
رسول الله این حقیقتی از سوی پروردگار تو لقد إليك وإن من قبلك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. راستی کسانی که پیش از بودند و که اگر شرک زیان جناب آخوند قزوینی طبق منطق شما آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم و یا یا اینکه یا الله میگوید در جای دیگر خطاب به پدرش میفرماید أنزلنا إليك الكتاب من الناس بما أراك الله وتكن ما این کتاب را نازل کرده ایم کامی لا به تو نشان داده میان دروغ گفته است. و در جای دیگر می‌فرماید والقوا في نفسك ضرا ودون الجهل بالغيب و پس با تدبر و در آمگاه بدون بلند را یاد کن نباش. جناب آخوند قزوینی منطق شما و سلام از غافل بوده و یا اینکه عزوجل گفته است. واقعا نمی این منطق نشخوار کرده است. دید الاسلام قاسمی مورد استادش آیت الله قزوینی کسی که بهش مرض باشه کسی است که توی باغ هزاران هزار گل هست روی هزار که گوشه باغ اون میشینه و بعد از هم مانوف میده دور همون فقط با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با هم یک کلیپ دیگه هم ببینیم. کلیپ 538 رو دوستان عزیز در اتاق فرمان کنن آماده کنن. کلیپ شماره 538 و قیدن سخنان ابن حزم. این کلیپ این رو با هم میبینیم و انشاءالله بعد از اون تماس رو خواهیم گرفت. کلیپ شماره 538. آخوند قزوینی و قیچی کردن سخن امام ابن حزم دروغین ساختگی است. کننده نفرین و این دروغ هایی که دارید بازی میکنید بازی بر ما بکنید. من فقط به دوستان توصیه میکنم کتاب المحلا مال ابن حزم اندو 1124 کتاب الحدود باب حد اونجا ایشون ما نام نمیبریم فقط حدیث اونا خود برن ببینن از عهدی که به هنگام مراجعت تبوک تصمیم گرفت مکرم و قتل عزیزان اونجا میتونن ببینن. بعضی از اسامی را هم آقای اندلس جا
امام ابن حزم پس از نقل این می‌فرماید اما حدیث لأنه من ابن جميع وهالك ولا يعلم موضع الحديث فإنه قد روى أخبارا أن وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أراد قتل النبي وآله وسلم وإلقاء من العقب. هذا هو الموضوع الذي واضعه فسقط به والحمد لله رب العالمین. و اما حدیث حذیفه هیچ اعتباری ندارد، چرا از طریق ولید بن جمیع روایت شده و این شخص یعنی هیچ ارزشی ندارد و نمیدانیم سازنده این روایت کیست و این شخص روایتی را نقل می کند که ابوبکر و عمر و طلحه و سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهم قصد داشتند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را ترور کنند و او را بله، با سلامی دوباره خدمت بینندگان گرامی. قبل از اینکه تماس بگیریم اگر لطف کنن شماره تماس. بله، آیه 31 سوره یونس رو بدن. اگر این آیه الله سبحانه خطاب این رو همون اون قرآن نازل جنگ جهاد کرد به طرف دعوت کرد. از اونا وقتی که میشد من السماء من يملك الابصار حي من الميت ميت حي يدبر يقولون ما را از آن روزی میدهد بینایی و بینایی هاست، زنده را از مرده زنده بیرون می آورد، جهان را تدبیر درنگ خواهد. پس بگو نمیترسم با الله و رسولش دشمنی فقط اینجا بود که اون اللهی که ما قبول داریم هست را هست، اون الله رو بخوانید، بت‌ها رو دهید. اینا میگن اینا ما نعبد قربونا الی الله زلفا، ما رو به خدا نزدیک بین ما و الله سبحانه و تعالی. همین چیز رو از از فقط الله رو بخوا. الیس الله بکاف عبده، آیا الله سبحانه و تعالی فقط برای کافی نیست؟ آیه را درک نکردن، نمیرن دو غیر الله من دون الله. وقتی در قرآن کریم صلی الله علیه و آله و سلم که اشرف مخلوقات از شروع بکنید تا کوچکترین ذره ای که وجود داره در کائنات، فلا الله غیر از الله سبحانه و تعالی، از الله سبحانه و تعالی دیگر را نخوانید. کسی هست در این دنیا بگه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله من دون الله نیست، از سر پای است؟ هر کسی این اعتقاد داشته باشه کافره. پس هر که من دون الله هست ما نباید که اونها رو در دعا بخوانیم، از اونها چیزی بخواهیم، چون اونا مالک چیزی نیستن. اینو من نمیگم. ببینید در سوره فاطر آیه 13 الله سبحانه و تعالی خیلی واضح میاد بیان میکنه یعلج الليل و یعلج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یجری مسمى. چی میگه؟ شب را در روز در می آورد و روز را در شب در می آورد و خورشید و ماه را که هر کدام تا زمان مشخصی در حرکت است. اینا رو همه رو چیکار کرده؟ مسخر نموده. بعد از اون چی میگه؟ ذالک الله رب، این الله پروردگارش
پادشاهی فقط از آن اوست. وقتی کسی میگه من میگیرم، الله میگه که پادشاهی همه پادشاهی اوست. اون کس هو پادشاه صاحب همه چیز در آخرت. له والذین من دونه، پایین تر از الله، من دون الله پایین تر از الله، دون در زبان چیز پس، چیز پایین تر. والذین تدعون غیر پایین تر از الله ما میخواهید ملکون صاحب اختیار پوست نازک هسته خرما نیست. میگه این خرما دید خیلی شفاف و نازک این هسته خرما هست. میگه که شما غیر صاحب اختیار همین پوست نازک هسته خرما هم نیستن، چه برسه به این که به شما فرزند بدن، به شما خونه بدن، به شما ماشین بدن، به شما پول بدن، به شما شفا بدن. برادرمون میگه که رفته شفا پیدا کرد. به ما این اعتقاد رو داشته باشی که امام رضا شفا داده، امام حسین شفا داده، این شرک، کفره. و اذا مرضت فهو یشفی، اگر مریض شدم فقط الله شفا میده. حتی این دکتری که شما سردرد میگیرید، معدتون درد میکنه، پاتون درد میکنه، میرید دکتر به شما دارو داد. دکتر یک سبب هست، شفا نمیتونه بده دکتر، دارو میتونه بده. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که لکل داء دوا، برای هر مرضی یک دوایی است. این دکتر فقط با علمی که الله سبحانه و تعالی بهش داده این را چیکار میکنه؟ اون دارویی که مفید هست برای شما به شما میده، اما شفا اون نیست. هر کس معتقد باشه دکتر شفا میده کار میشه، چون شفا رو الله میده. چه بسیار مریض هایی که پیش دکتر رفتند 2-3 روز بعد مردند، شفا پیدا نکردند، چون الله سبحانه و تعالی نخواست که اون شفا پیدا بکنن. چه مریض هایی هستند که پول دوا و دکتر ندارن، در خونه نشستن، الله سبحانه و تعالی اونا رو شفا داده. به مجرد همین اعتقاد این که بگید که شفا داده، امام رضا شفا داده، دکتر شفا داده، فلانی عمل کرد، فلان دکتر جراح متخصص آوردن فلانی رو عمل کرد، این دکتر شفا داد، اینو شفا در دست الله سبحانه و تعالی. دکتر فقط اومده یک وسیله است که اون دارویی که مناسب است برای شما تجویز بکنه. نمیتونه مرض شما رو شفا پیدا بده، نمیتونه مرض شما رو خوب بکنه. این رو اگر واقعی که پیش دکتر میری اعتقادت اینه که الله سبحانه و تعالی منو شفا میده، نه این دکتر. در ادامه آیه چی میگه الله سبحانه و تعالی در سوره فاطر؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر را بخوانید دعای شما رو نمیشنون، هیچ کدومشون نمیشنون. ولو سمعوا، حالا بالفرض محال اگر شنیدن، مستجابوا لكم، نمیتونن اجابت بکنن. 100 بار بری به قبر امام حسین بخوای که به تو روزی بده، رزق بده، اگر خدا نخواد نمیتونه بده. باید مستقیم از خدا بخوای. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، میگن که اینا رو به بت‌ها گفتن. این آیه در مورد بت‌هاست. ان تدعون لا يسمعوا دعاءکم، این در مورد بت‌های قریشه. اگر در مورد بت‌های قریشه، پس یوم القیامه این بت‌ها در میدان محشر چیکار میکنن که میان منکر میشن شرک شما رو؟ میگه و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت علی و فاطمه و حسن و حسین و زهرا و رضا و معصومه و شاه عبدالعظیم و همه اینا در روز محشر رضی الله عنهم اجمعین میان میگن که اینا اشتباه کردن، اینا حرفشون، دعاشون، از ما خواستنشون اشتباه بوده. الله سبحانه و تعالی میفرماید که و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و روز قیامت این شرک شما رو، این گمراهی شما رو اینا منکر میشن. همینطور در مورد همین آیاتی که شما را منع میکنه از عبادت غیر الله صحبت بکنیم، از خواستن از غیر الله صحبت بکنیم، شبها و روزها لازمه. میگن آقا این شما پیش هر رئیس جمهوری برید، پیش هر کسی برید، پیش هر مقام برید، واسطه لازمه فلان. اولا این تمثیل اشتباهه. الله سبحانه و تعالی میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از شاهرگ گردن نزدیکتریم. آیا حماقت و جهالت نیست که کسی رو که شاهرگ گردن به نزدیکتر ول بکنی، بعد بری دنبال واسطه بگردی؟
تو در تهران، در اصفهان، در مشهد، در تبریز، در کابل، در هرات، در هر گوشه دنیا که باشی، در داخل خونه، الله سبحانه و تعالی میگه که من از شارگ تو به تو نزدیکترم. ادعونی استجب لکم، از من بخوای تا اجابت بکنم. طرف پا میشه، بلند میشه، میره کربلا تا اونجا از طریق امام حسین از خدا بخواد. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. وصال حق. وصال حق، بیننده گرامی، صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. الو. بفرمایید عزیزم، صدا شما داره پخش میشه، صحبت کنید، بینندگان زیادی پشت خط منتظرن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید خواهر گرامی، بفرمایید. ببخشید فاطمه هستم، از ایران مزاحمتون میشم. خسته نباشید میگم به شما و همکاراتتون، ان شاءالله خدا یاری و نگهدارتون باشه. سلامت باشید خواهر گرامی. این بنده خدایی که زنگ زده بود میگفت که نمیدونم ما از بندگان میخوایم و اینا، آقای انصاری یه جورایی حق دارن. به خدا ما رو تو این مملکت شدیم زیر دست یک ادعاخون. من 30 سالمه، تازه الان چند وقت دارم برنامه شما رو نگاه میکنم، تازه دارم میگم خدایا من 30 سال تو خواب غفلت بودم. 30 سال همه خواسته ها ما از کسای دیگه غیر از خدا خواستم، توبه کردم. انشالله خدا توبه‌مو قبول کنه. میخوام بگم حق دارن، اینا باید روشن بشن، باید یکی به راه راست هدایتشون کنه. بله. واقعا من الان با کسی هر کی میشینم صحبت میکنم، من چند وقت اگه خدا بخواد اگه قبول کنه هدایت شدم. با هر کس میشینم صحبت میکنم میگن که نه این نیست، ما حاجتمون از اونا شفیعانمان. آیه قرآن نشون میدم در قرآن ما، در قرآن هایی که نزد ماست، همه جا من دون الله و آقای انصاری من دون الله و بوت معنی کردن. من نشون میدم اینو، میگن که نه اینجا نوشته بوت، ما که بت پرستی نمی کنیم. میگم بابا عربیش من دون الله یعنی غیر از خدا، هر چیز غیر از خدا قبول نمی کنن. میگن نه ما چطوری میتونیم بعد از 40 سال 50 سال هر کس دور و بریام صحبت میکنن، ما چطوری میتونیم حرم نریم، چطوری میتونیم حاجتمون از اون نخوایم، این کفره، این اشتباهه. خب ولی من الان چند وقته که حاجتم درد دلم همه رو با خدا میکنم، اینقدر احساس نزدیکی با خدا دارم، فقط فکر میکنم من الان تازه متولد شدم، اینقدر احساس پاکی، اینقدر احساس نزدیکی فقط خود الله خبر داره از احساسی که تو دلم نسبت به خدا دارم. ولی تو این 30 سال هیچ وقت نداشتم همچین احساسی رو. کاملا. روزه ها میرن، مجالس میرن. من از یه شیخی زمانی که گمراه بودم، خدا به راه راست هدایتم، که از شیخ پرسیدم که آخوندی که اگر ما بخوایم عبادت بخونیم بهتره یا نماز بخونیم بهتره یا اینکه مثلا روزه مجلس امام رضا چیزی باشه اونجا بیایم بهتره؟ برگشت گفت که قرآن و نمازم خوبه ولی اگه مجلس روزه باشه بدونی فلان جا روزه است باید دست از اینا برداری بیای روزه امام حسین. همچین جوابی رو برگشت به من داد. الله. که من همین الان که روشن شدم، الان که احساس میکنم که خدایا من تو جهل بودم، تو گمراهی بودم، خدا توبه پذیره، توبه کردم به درگاهش، انشاءالله توبه‌مو قبول کنه. آمین. با کمک شبکه‌های شما، با کمک آیات توحیدی که خود قرآن داره، قرآن مثل یه چراغ روشن توی تاریکی هست. از همه میخوام حتی کوچکترین شکی اگه تو دلشون کردن فقط قرآن بخونن، فقط قرآن بخونن که قرآن مثل یه چراغ، خدا هر کی رو بخواد هدایت کنه هدایت میکنه. تو یک تاریکی صحرا یک سوسوی نوری از اون کنار دیده میشه، اون آیات نورانی روشن قرآنه. کاملا. همینو میخواستم بگم آقای انصاری. تشکر. از اینکه التماس دعا داشته باشم ازتون برای تمام شیعیانی که تو گمراهی به سر میبرن انشالله روشن شد. آمین. آمین. تشکر از شما خواهر گرامی. الله متعال شما را در این راه ثابت قدم بداره. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره
رعد آیه 28. من اینو نشون بدم انشاءالله دوستان عزیز ببینن این آیه رو. سبحان الله، این حرفی رو که خواهر گرامیمون در مورد قرآن فرمودن دقیقاً همون وعده ای است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به مؤمنین میده. دوستان عزیز این صفحه رو نشون بدن. سوره رعد آیه 28 الله سبحانه و تعالی میفرماید که الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و تطمئن قلوبهم بذکر الله، کسانی که ایمان آوردن و دلهایشان به یاد الله آرام میگیرد. این وعده الله سبحانه و تعالی است. الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید تنها با یاد الله دلها آرام میگیرد. با یاد الله است که دلهای ما آرام میگیره، با قرآن است، با ذکر الله سبحانه و تعالی است که دلهای مؤمنین آرام میگیره. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، و کسی که از ذکر الله سبحانه و تعالی، از یاد الله سبحانه و تعالی غافل بشه، همیشه در حالت اندوه، غم، استرس داره همیشه. اما با ذکر الله سبحانه و تعالی است که دلهای مؤمنین، دلهای مسلمان ها آرام میگیره. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به این خواهر عزیز و گرامی صبر و استقامت در این راه رو نصیب بکنه. تشکر میکنم از دوستان عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری عزیز شب بخیر. شب شما بخیر، بفرمایید. آقای انصاری، شما چرا میگی آخوند؟ درست میگه این آقا، نگو آخوند، بگو آخوند دروغگو. و خدا قسم آقای انصاری، من به جای قضوی باشم اصلا از اول دروغم کش بشه دیگه نمی آمد در تلویزیون، دیگه خجالت نمی کشد. آقای انصاری اینا میترسن از این تلفن ها، مثل این خواهرم که موحد شده، یعنی آقای ابراهیم، خدا شاهد این درست حرفاش همش درسته. بله. اینا قرآن قبول ندارن، میگن قرآن دست نزنید. درست. اصلا آقای انصاری این نماز جمعهشون چرا پنهان کردن؟ این 15 سال این نماز جمعه کردن، اونم سیاسیه، برای شعار دادنه. 1400 نماز جمعه نداشتن. درست. آقای انصاری خواهش میکنم، من هر چیز زنگ میزنم شروعه، بعضی کس میاد وقت تلف میکنن. برادر عزیز یک دقیقه برای همه هر کس، این خوب مناظره با اینا میشه، باید آخونداشم بیان. بله. این آقا آمد دفاع از این آخونده میکنن، 5 دقیقه 10 دقیقه از وقت ما میگیرد. ما منتظر هستیم شما بیاید برای حرف بزنی، اینا وقتتون میگیرن. متشکرم، خدا حافظ شما. زنده باشید. چشم انشاءالله از این به بعد سعی میکنیم که وقتها رو محدود بکنیم. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان، من دوست دارم استشهاد به آیات قرآن کریم در لابلای صحبت ها بشه. این آیه رو کمی دقت بکنن برادران و خواهران عزیزمون. در سوره یونس آیه 18 الله سبحانه و تعالی می فرماید که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. و غیر از الله چیزهایی را میپرستند، چیزهایی را میخوانند که نه به آنها زیانی میرسانند و نه سودشان میبخشند و میگویند اینها شفیعان ما نزد الله هستند. همون بت‌هایی که بهشون اشاره کردیم در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. می‌بخشید با وجودی که ایمان داشتن به الله سبحانه و تعالی، باز هم چی میگفتن؟ اینا شفیعان ما هستند. بگو آیا الله را به چیزی که در آسمان‌ها و در زمین نمی‌داند خبر می‌دهید؟ منزه است او از آنچه به او شریک می‌سازید و برتر است. شاید بعضیا بگن مثل این صحبتی که به این خواهرمون کردن، گفتن که این بت‌ها است من دون الله. این بت‌ها از آسمان نیفتاده بودن در بین قریش. این بت‌ها به شکل انسان‌های صالحی که در بین
قریش بودن و به حجاج خدمت میکردن، به اونا آب میدادن، مثلا لات و منات و عزا، اینا انسانهایی بودن که به حجاجی که می اومدن به مکه غذا میدادن، آب میدادن، مکان آرامش و آسایش اونا رو آماده میکردن. اینا که فوت کردن چون انسانهای صالحی بودن، تصاویری از اینا رو ساختن، بعد بت‌های اینا رو ساختن، در کعبه نصب کردن. بعد از اون همین شیوه و سنت سیئه موند در بین اونا. هر کسی که از بزرگانشون میمرد برای اون یه بتی درست میکردن. نسل‌های بعدی که اومدن، نسل‌های اولی اینا رو پرستش نمیکردن. نسل اولی میگفتن فقط این یادگاری باشه، این یک به اصطلاح به خاطر یادبود ایشون این کارو کردن. نسل‌های بعدی که اومدن آهسته گمراه شدن تا به مشرکین رسیدن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بین اونا نازل شد. اینا فکر نکنید که احمق نبودن که بیان یک سنگی رو درست بکنن و بگن که آقا این سنگ اسمش بت منات هست، ما اینو پرستش میکنیم. نه خیر، اینا رو به شکل انسان‌های صالحی که در بینشون بود ساخته بودن. اسلام دقیقاً اومد همین شخصیت پرستی، همین واسطه بین خودت و خدا قرار دادن رو از بین برد و اون روش وسیله های مشروعی که وجود داره اونا رو در بین ما قرار داد. بقیه روش های باطل رو همه رو توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از میان برداشت. بله، سلام علیکم، بفرمایید. شبکه وصال حق، بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید برادر گرامی، اگر سوالات شرعی دارید روزهای دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید. تشکر از شما. بله، سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الو. بله بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی وعجل فرجهم. آمین یا رب العالمین. من عرض ادب و سلام دارم خدمت شما برادر بزرگوار جناب انصاری. علیکم السلام و رحمت من الله. یه سوال داشتم. بفرمایید. ای انصاری، این افرادی که به قول شما ارتش آزاد سوریه است و به قول ما تروریست هستن، اگر توسط نیروهای اسلام اونجا کشته بشن از دیدگاه شما شهید هستن یا که نه؟ بله انشاءالله که شهید هستن، در حالی که ما شهادت قطعی برای هیچ کس نمیگیم، چون این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که میفرمایند که شما قطعا حکم به شهادت کسی نه، انشاءالله میگیم شهید هستن. الله سبحانه و تعالی رو به عنوان شهید قبول بکنه. آیا شهید هستن چون شما خود اینجا نیستین نمیدونید شرط شهادت بنوشید؟ جان؟ چون شما اینجا نیستین نمیدونید شرط شهادت بنوشید؟ خب اگر ما بریم اونجا شربت شهادت بنوشیم که امیدواریم که الله سبحانه و تعالی شهادت در راهش رو نصیب ما بکنه، دروغ‌های قزوینی و براجع شما رو اینجا کی افشا بکنه؟ خیلی میگم نشستن کنار پیامبر نار شام خوردن بهتره یا دروغ قزوینی بیریم افشا کنین بهتره؟ نه، امثال قزوینی افشا کردنش یک نوع جهاد است، جهاد فی سبیل الله هست. ما انشاءالله امیدواریم که الله سبحانه و تعالی اجر جهاد فی سبیل الله رو به ما بده. برادر عزیز یک سوال بکنم از شما رو به خدا، سالها شده این آخوندهای شما تو این شبکه‌ها دروغ به خورد مردم دادن، یک روز شما انسان مؤدب، من تشکر میکنم از برخورد اخلاق شما، زنگ زدید به اینا بگید که آقایون شما چرا دروغ میگید؟ قطع نمی کنم عزیزم، قطع نمی کنم. شما این جرأت رو داشته باشید که به سوالات من جواب بدید. شما تا حالا به شبکه ولایت زنگ زدید که چرا آقای قزوینی دروغ میگه؟ نه نگاه کن، شما یه طرفه دارین به قضاوت میرید. شما یه راست میگی، اینا بارها اعلام کردن. شما نگاه کن، یه آقای شریفی که به قول معروف روحانی هم نیست، اومده شما رو محکوم کرد، اصلا شما رو به قول معروف ترنگون کرد. هیچ حرف دیگه گفتن نباشه تو شکل کردن. عزیزم شبکه ببینید آقای شریفی من بارها اعلان کردم، من اینجا ایمیلش هم نشون دادم، من از ایشون مدرک خواستم. من دیشب مناظره ایشون رو با شبکه کلمه دیدم. فقط تنها کاری که ایشون بلده بکنه تنها کاری که بلده بکنه بخنده، مثل میمون بخنده، کار دیگری نداره. من هفته گذشته در برنامه منهاج السنه که ایشون تماس گرفت گفتم آقا با ادب باش، با تربیت باش، من بهت اجازه میدم صحبت بکنی. ای میخنده، آقا شما دزدید، آقا شما فلانید، سر و صدا را میندازه.
با سر صدا راه که ببینید عزیزم، شما الان زنگ زدید، سلام علیک کردید، صحبت کردیم با هم دیگه، همینطوری اگر تا 1 ساعت دیگه هم باشه من به شما خب شما اومدید برای ایشون دارید تبلیغات میکنید عزیزم، شما عرفی از خودتون دارید برای گفتم، بفرمایید بگید. من از ایشون مدارکشو خواستم بیاد اینجا رسمی مناظره بکنه. شما برای شبکه‌های دیگه اینجا نیایید، تبلیغ نکنید. من ازش خواستم که مدارکش رو بفرسته، ما حاضریم باش مناظره بکنیم در هر موضوعی که میخوان. ببینید سیاست چیه؟ قزوینی و مکارم شیرازی که اینا سردمدارا سردستای شبکه ولایت هستن، بعد از این حدود بیش از 100 تا کلیپ از قزوینی ما پخش کردیم از دروغاش، بیش از 550 کلیپ از بقیه آخوندهاشون پخش کردیم و الحمدلله در ظرف 4 سال گذشته از بعد و تأسیس شبکه تا حالا به 1 کلیپ جواب ندادن. در مقابل یک بیننده مثل آقا ابوالفضل عزیز، بیننده عادی، زنگ زده از بوکان، بهش میگه آقا تو این صدا نیست، شما هفته آینده زنگ بزنید، روز پنجشنبه زنگ بزنید، چون دروغشو مچشو گرفته، دروغشو افشا کرده. بعد از اینکه خودشون این جرأت و مردانگی رو نداشتن که بیان پاسخ بدن یا حداقل بیان تصحیح بکنن، بیان رد بکنن، حداقل این جرأت و مردانگی رو نداشتن، 4 تا لقیط قم و مشهد رو جمع کردن اونجا، به جان شبکه اهل سنت انداختن، از اینا دارن سوء استفاده میکنن، فقط بیان سر صدا را بندازن، آقا این شده اون شده، شما فلان بیاد با من مناظره بکنید. ما هیچ مشکلی در مناظره نداریم. ما بارها گفتیم آقا برای بار 1001 مرتبه اعلان میکنم ما حاضریم به شبکه ولایت 2 ساعت و 58 دقیقه وقت بدیم. 2 ساعت و 58 دقیقه، 3 ساعت برنامه آن روی سکه. من در 2 دقیقه یکی از دروغای قزوینی رو پخش میکنم، در 2 ساعت و 58 دقیقه دیگه این آقا بیاد جواب بده. هر کی به نمایندگی از شبکه ولایت میخواد بیاد جواب بده، مدارکشو بفرسته. اگر خود قزوینی و شاگردان قزوینی میاد ما مدرک هم نمیخوایم، چون اونا صفت رسمی دارن در شبکه، نماینده رسمی شبکه ولایت هستن. اما اینایی که جمع کردن براشون حتی جرأت اینو ندارن که اینا رو منتسب به خودشون بکنن، اینا رو آوردن که آقا اینا میخواد با شما مناظره بکنه. اینجا شبکه اهل سنت، اینجا پول دادن موحدین و اهل سنت که در اینجا حرف قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله گفته بشه، نه اینکه ما به هر کوچه و بازاری بیایم اینجا وقت بدیم که صحبت بکنه. خب همتون دیدید که میگه که من سیم کشم، توی شبکه میگه من لوله کشم، بعضیا میگن که آقا بازجوی دادگاه ویژه روحانیته. همین انسان، دوستان عزیز در اتاق فرمان، این صفحه رو من الان یک لحظه خدمت شما عزیزان نشون بدم. همین انسان مکار میره در شبکه فارس نیوز، دوستان عزیزی نشون بدن، همین که میگه که سیمکشه، خبرگزاری فارس، محقق و پژوهشگر فرقه وهابیت با اشاره به اینکه بزرگان وهابی تا به مناظره رسانه‌ای با علمای شیعه را ندارند، گفت آخرین حرف مسئولان شبکه‌های وهابی این بود که ما حرف خودمان را میزنیم و مناظره نمی‌کنیم. علی شریفی از محققان و پژوهشگران فرقه وهابیت. ببینید وقاحت اینا تا به این اندازه رسیده که در خبرگزاری فارس میگه پژوهشگر وهابیت، در شبکه ولایت به عنوان یک بیننده ظاهر میشه، در حالی که از همکاران پشت صحنه‌شون هست. این یک واقعیته. بعد پیش ما میگه آقا من یک سیمکشم، من یک لوله کشم. هر وقت مدارکش آقا فرستاد، من رسما گفتم، اعلان کردم، بارها هم ایمیل فرستاده جوابشو دادم، مدارکشو بفرسته، یا اگر بیاد بگه آقا من میشرمم از این که اسم پدرم، مدارکم، دیپلمم یا شما کپی شناسنامه‌ام برای شما بفرستم. اگر از این چیزا خجالت میکشه اون مسئلهش جداست. اگر جرأت و مردانگی داره آقا بفرسته، ما هم به عنوان نماینده رسمی شبکه ولایت بهش وقت میدیم. 2 دقیقه من یک کلیپ دروغ قزوینی پخش میکنم، 2 ساعت و 58 دقیقه بهش وقت میدم که پاسخ بده. شما رو به خدا منصفانه تر از این شما میتونید در جایی پیدا بکنید؟ به کسی طلب مناظره بکنه یا وقت بده به یک مخالف؟ اما یقین داشته باشید که این جرأت مردانگی رو ندارن. فقط بلده بیاد سر صدا بکنه، بخنده. ما دیدیم در شبکه کلام مثل میمون میخندید، غیر از خنده چیز دیگری من ازش ندیدم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب شما بخیر. دشتیبانی هستم از ایران. بفرمایید بیننده گرامی، در خدمت شما هستیم. مبارک آقای انصاری. شب شما بخیر. شب شما بخیر. بفرمایید. این آقایی که زنگ زد چی میگفت؟ آقا شما برید با شریفی مناظره بکنید. بله این مگه مناظره چی ندارن؟ چجوری فکر میکنه؟ اینا عقل ندارن، شعور ندارن، نمیفهمن مناظره رو ندیدن. اینا نمیدونن چجوری اونقدر تدلیس از اینا پخش میشه، دروغ پخش میشه، بازم به دنبال خود بر نمیگردن. زنده باشید. تشکر از شما بیننده گرامی. الله مطالب استن کنه. خیلی ممنون. زنده باشید. دعا میکنم ان شاء الله. الله مطالب استن کنه. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شبکه وصال یا شبکه وصال حق، صدای شما داره پخش میشه بیننده گرامی، بفرمایید. لطفا صدای گیرنده‌تون رو ببندید بیننده گرامی، از طریق گوشی تلفن صحبت کنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. بله این صحبتی داشتیم، اگر در حد 2 دقیقه من صحبت کنم مزاحم نمیشم. آقای ابن مالک، شما توهین کردید، گرچه بعداً تماس گرفتید گفتید توهین نکردم، اما توهین کردید و من به شما گفتم که دیگه حق ندارید در این شبکه صحبت بکنید، کسی که توهین بکنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی لطفا صدای گیرنده‌تون رو ببندید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری از تاجیکستان هستیم. بفرمایید برادر عزیز از تاجیکستان. آقای انصاری چی سخنان خوش دارید، سلامت باشید. چی زبان شیرین دارید. خداوند متعال حفظتان کند آقای انصاری. و شما را همچنان. سلامت باشید برادر عزیز. آقای انصاری شکرانه میکنیم از الله تعالی که شما رو سبب کرد که این خلق رو، این مردم رو به اسلام دعوت کردید، الله رو شناختند. الله متعال قبول کنه. تشکر از شما برادر عزیز. آقای انصاری تشکری زیاد، ما شما رو به نهایت دوست داریم. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر گرامی. خدا حفظتان کنه. سلامت باشید. شما را همچنان. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید بیننده گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب الحمدلله انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی. انصاری کارای انصاری داشتیم. بفرمایید صدای شما داره پخش میشه بیننده گرامی. حال شما خوب آقای انصاری؟ الحمدلله. بفرمایید. الو آقای انصاری میگه مذاکره کردن یا مناظره کردن چه اشکال داره مدرک نباشه؟ چه عیبی داره آدم بیاد با هم بشینه صحبت کنه ولی مدرکی نباشه؟ عیبش اینه شما شیعه هستید یا سنی؟ اول این سوال منو جواب بدید. والا به صورت اگه من چه شیعه باشم چه سنی بنده خدا هستم. خب به مشکل همینجاست. مشکل همینجاست. ببین الان شما میگید که من بنده خدا هستم. خب یهودی هم بنده خداست، نصرانی هم بنده خداست، اون کمونیست هم بنده خداست.
شما اگر منظور بحث اینه ها، بحثی که شما میگید مثلا که طرف تیم کشه یا لوله کشه. من دلیل این که مدرک خواستم و به شما میگم. عزیزم شما ببینید، عزیزم شما مثلا شما الان دارید از اون دفاع میکنید، حتما شیعه هستید. من این سوالمو اینطوری مطرح میکنم از شما به عنوان یک شیعه منابع معتبر حدیثی شیعه رو نام ببرید. آقای عزیز نگاه کن، من دارم از طرفی که مشکل همینجاست. ببین مشکل همینجاست. وقتی که من مدرک میخوام سطح سواد طرف رو بدونم. عزیزم میخوام سطح سواد طرف. من نمیخوام با شما مناظره کنم. من میدونم برادر عزیز من میدونم. من از شریفی چرا مدرک خواستم؟ میخوام سطح سوادش رو بدونم. آقا رفیقش، همون کسی که در اولین برنامهش باش روبرو نشسته بود، به همین شبکه زنگ زد. گفتم تفسیر قمی. گفت من تفسیر قمی رو قبول ندارم. شخصیتی مثل این که از مصادر خودش بیخبره، از کتب خودش بیخبره، خب این نمیشه باش مناظره کرد. من چه دلیل؟ اگر دلیل از اصول کافی آورد میگه که قبول ندارم. اگر از بهارالانوار آوردی میگه قبول ندارم. آیا انصاری ما داریم پیشنهاد به تو میدیم، ما نمیخوایم خدا نکرده جلاویز با شما الان بشیم. ما میگیم آدم یه مذاکره میکنه، بینندگان دیگه مناظره میکنه، میدونن از کجا هست. همین اینو بهش گفتیم که شما به عنوان یک بیننده عادی میتونی بیای صحبت بکنی، اما به عنوان مناظره نه. تشکر از شما. تشکر بیننده گرامی. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال حق، بفرمایید. ببخشید شما در کدوم مذهب اهل سنتی؟ ما حنفی هستیم. سلفی؟ حنفی. من حنفی هستم، در فقه پیرو مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هستم. شما حنفی هستید مال افغانستان؟ ببینید شما دیگه حالا از شناسای من نپرسید. ما در این شبکه الحمدلله حنفی داریم، شافعی داریم، حنبلی داریم، از همه مذاهب اهل سنت داریم، چون مذاهب اهل سنت در بین خودشون در مسائل اصول و عقیده هیچ اختلافی ندارن. اختلافات در مسائل اجتهادات فقهی است. بله شما کتاب مولانا محمد عمر سربازی به نام شمشیر بوران برای شاک بیدات دوران خواند؟ بله شنیدم در مورد این کتاب. مولانا محمد عمر اهل تصوف و عرفانن، مثلا مولانا مولازاده که بلوچ هم است که مثلا برای ضد اهل تصوف و عرفان خیلی حرفای بدی میزنه. ببینید برادر عزیز گرامی، من عرض معذرت صدا شما را قطع میکنم. ما کاری به کسای دیگه نداریم که در شبکهشون چه حرفی میزنن. نه دکتر مولازاده با ما هست، نه ما با ایشون هستیم، نه ایشون در شبکه ما کار میکنن، نه ما در شبکه اونا کار میکنیم. پس خواهشاً حرفای بقیه رو در اینجا نزنید. ما مسئول حرفهایی هستیم که خودمون میزنیم. و در مورد تصوف و عرفان هم موقف ما واضح هست. هفته گذشته من بیان کردم در همین برنامه. ما تصوف و ذکر الله سبحانه و تعالی، تزکیه نفس، تقوا، پرهیزگاری، ذکر، عبادت، اینا رو رد نمی کنیم به شکل کل. ما خرافات و بدعت هایی رو که در هر روش و در هر طریقتی باشه رد می کنیم. من مثال دادم براتون، گفتم پیروان پیر سیف الرحمن، پیر باره که معروف هست در پاکستان که مرد، در موردش میگن سرور انبیا و اولیا. آقا این حرف رو هر کس بزنه کافر و مرتده. کافر و مرتده. نه سنی هست، نه حنفی هست، نه شافعی هست، نه حنبلی هست و نه صوفی هست. چون هیچ کس این حرف رو نزده مگر این که وارد کفر و زندقه شده باشه. و حرف هفته گذشته خودم رو تکرار میکنم که پیر سیف الرحمن و امثال سیف الرحمن و کسانی که خود را پیر میدونن و خود را برتر از انبیا و اولیا میدونن یا طرفدارانشون اونا رو برتر از انبیا و اولیا میدونن، به اندازه گرد و خاک بینی اسبهای صحابه هم ارزش ندارن. چه برسه به انبیا؟ انبیا که سر جای خودشون هستن، اونا آفتاب هایی هستن که دیگه کسی به اونا نمیرسه. کسی این اعتقاد رو داشته باشه کافر و مرتده. ما با کسی شوخی نداریم و برای ما فرق نمیکنه که این خرافات در بین شیعه باشه، در بین سنی باشه، در بین صوفی باشه، در بین ما اینجا حرف الله و رسولش رو میزنیم.
به خاطر گل روی فلان پیر و فلان عالم و فلان شخصیت اینجا نمیاییم که حرف حق رو بپوشانیم. میخواد آقا ناراحت بشه، میخواد بد ما بگه، میخواد خوب ما بگه. ما خرافات و بدعت ها رو رد میکنیم در هر جایی که باشه. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. مثال حق صدای شما داره پخش میشه. صدای تلویزیونتون رو ببندید و صحبت کنید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید بیننده گرامی. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. من بنده ترکان زنگ میزنم. بفرمایید بیننده گرامی، صدای شما داره پخش میشه. من از بنده ترکان زنگ میزنم. بفرمایید بیننده گرامی، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقا انصاری؟ انصاری هستم، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. بفرمایید بیننده گرامی. خواهشی که دارم با این شبکه کرمه تماس بگیرید که با این جوجه‌های مثل آقای شریفی، امثال شریفی مناظره دیگه نکنن. وقتی بینندگان دیگه نگیرن. چشم، این پیام شما را انشالله برای جناب استاد خدمتی مدیر شبکه کلمه خواهیم فرستاد. تشکر از شما. ممنونم، متشکرم ازتون. تشکر. زنده باشید، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، صدا شما داره پخش میشه. الو. بله بفرمایید. آقای انصاری می‌خواست یه زنگ بزنیم. می‌خواستیم یه دو تا حرف بزنیم. بفرمایید، 3 تا حرف بزنید. شما رو خط هستید، بفرمایید. قربانت از بندر عباس میگم، یعقوبی هستم. بفرمایید آقای یعقوبی، در خدمت شما هستیم. صدا شما داره پخش میشه. خود آقای انصاری هست. بله بله صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. زنده باشی آقا. ما میخوایم شیعه هستیم آقا، مثل خواهر ما میخوایم، ما 7 نفر خانواده ما میخوایم تندی بشیم انشاءالله. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بله اگه خدا بخواد. ما یعنی واقعا 41 سال همه عقیده شیعه رو داشتیم، الان 7 نفر خانواده ما الان لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اکبر، الله اکبر. من تبریک میگم به شما. همگی انشالله که ما الان یک مدت زیادی است با شما در تماس میشینیم، همه خانواده رو همه رو غانی کردم. الحمدلله. همه الحمدلله، الحمدلله. سلامت باشین. زنده باشین. عمرتون بده. الله متعال حفظتون کنه. آقای یعقوبی میتونم ازتون بپرسم چطور شد که این تحول در شما ایجاد شد؟ یعنی این نقطه تحول چی بود؟ آقای انصاری والا ما توی این شبکات چیز حسین سینه و سینه میزدیم از آخونده چیزایی بهمون میگفت. والا ما دیر شدم الان دیگه. الان هم میگم خدا منو ببخشه، خوب الان خیلی دیر شده، توبه منو خدا قبول میکنه. آمین 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 آمین. الله متعال حفظتون کنه و بهشت برین نصیبتون بکنه برادر عزیز گرامی. وانت دارم کار میکنم، بندر عباس دارم توی شهر کار خرجی زن و بچه رو در میارم. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه برادر عزیز، به شما و به خانواده گرامیتون. چیزی انشالله بذارین برای بزرگ گرفتن دورتان نماز و اینا برامو یه انشالله وقت برای بچه ها بذارین که دعا تماشا کنم ببینم خلاصه. انشالله انشالله. زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. عمرتون بده. خیرتون انشالله که کم نباشه. آمین. و شما همچنان. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. فی امان الله. سلام. سلام. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شبکه وصال حق، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. من میخواستم یک مطلبی راجع به این آخونده بگم. بفرمایید. تو یک شبکه نشون میداد یک آخوندی در صحبت میکرد، میگفت یک کسی، بله، میگفت یک کسی اگر یک دفعه صیغه کنه، مثلا درجه حضرت حسین داره، بله، شخص دوم مثلا صیغه کنه درجه حضرت امام حسن داره، بله، شخص دیگری مثلا اگه صیغه کنه درجه حضرت علی را داره، و شخص چهارمی که مثلا اگه صیغه کنه درجه من داره، که خودش از همه کس از اولیاء و پیغمبر بالاتر میدونست. یک آخوند رافوزی که خدا اینا در به در و خاک به سر کنه که اینا را همه را به خاک سیاه اینا نشون ده، خدا اینا را خراب کنه انشاءالله. آمین آمین. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدار. ما دعا میکنیم الله متعال سعادت دنیا و آخرت رو نصیب شما و همه موحدین بکنه. زنده باشید برادر عزیز. آمین. زنده باشید. آمین. خدا نگهدارتون. آخرین تماس برنامه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز خیلی مختصر، شما آخرین تماس برنامه هستید، بفرمایید. باید خیلی موفق باشین. ما شما خیلی دوست داریم، از برنامه شما لذت میبریم. خدا شما را اجر بده. سلامت باشید. سلامت باشید. خداوند شما زیاد اجر بده. با خدا اینا اصلا جرأت اینا ندارن که باید پیش ما مناظره کنن، چی کنن، فقط مثل کفترها از دو پار زدن هم بلد اینا. زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از لطف شما. نباشه. خیلی دوست دارم. خدا شما را همیشه کامیاب داشته باشه. و شما را همچنان. تشکر از شما. تشکر از شما برادر عزیز. خدا حافظ. خدا حافظ شما. تشکر از شما، تشکر از همه بینندگان عزیزی که پشت خط موندن و من عذر میخوام که نتونستم صدای شما عزیزان رو بشنوم. امروز برنامه رو یعنی کلیپ کم پخش کردیم و بیشتر موضوعات طولانی بود که مطرح شد. سعی میکنیم در هفته‌های آینده وقت بیشتری خدمت شما عزیزان بدیم و تماس‌های بیشتری رو بگیریم. و تشکر میکنم از همه همکاران عزیزم، از آقا احمد کارگردان محترم برنامه، از برادر عزیزمون فرید، از آقا عبدالله عزیز، از مهندس ایهاب عمر، از همه عزیزانی که در بخش‌های مختلف شبکه، از بخش پژوهش و پیگیری، از بخش علمی، از دوستان عزیزمون در گرافیک، از جناب استاد فضل حق سلیمانی و همه همکارانشون که این کلیپ ها رو زحمت میکشن و آماده میکنن برای ما. الله متعال اجر و پاداش این برادران و خواهران عزیزی که در این برنامه اعلان هدایت کردن و اعمالی رو که اینا انجام میدن، نمازها و روزها و عباداتی رو که در پیشگاه الله سبحانه و تعالی انجام میدن و الله سبحانه و تعالی به یکتایی و میپرستن، ما را از اجر و ثواب اینا بی نصیب نکنه. از تک تک شما عزیزان، شما کسانی که برگشتید به دین مقدس اسلام، به توحید واقعی، به دین محمد مصطفی و اهل بیت و اصحاب بزرگوارش، خواهش دارم که ما را از دعاتون فراموش نکنید. التماس دعا از همه شما عزیزان. الله یار و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.